به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. خواستم امروز یک موضوع بگذاریم که در باره همون موضوع کمی صحبت بکنیم، سوال بکنیم مردم جواب بگیریم یا که به همین طرز. خب موضوع امروزه میخواهم که در همین باره صحبت بکنیم که تا به کی ما مردم خاموش میستیم و حکومت داری میکنه. سوال همینه، برای هر یک نفر میخوام که جوابش بگیرم. چی گفتنیم؟ نگاه کنید که حکومت چی کارها کرده شده. من برنامه تحلیلی ندارم. من درباره سوید گپ زدن مردم، درباره آب، درباره جای کار، درباره مهاجرت، در همه ساحه ها مردم برآمدن فکر نظرهاشون گفتن. فکر نظر من این است که برادران عزیز باید ما سرجم بشیم، یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم. در اروپا با گفتن نمیشود. من گفتم که یکم آدمی که در تاجیکستان میدروه و آدم من در گپم ایستادگیم. من تنها میخوام که مردم بیدار بکنم، با مردم یکجا بدرم. من اگر با تنهایی برم در سر پورود من میگیرن. یک حکومت میگیره میبره 30 سال زندان میکنن، نه کمتر. من 30 سال کم نمیتیم، برای که من دعوای رئیس جمهوری دارم. اگر شما باور نداره که من 30 سال کم میتیه حکومت، میتونه که هیستوریای تاجیکستان تماشا بکنه که بعد صاحب استقلالت در ناخونک کدام نفرایی که خواستن رئیس جمهور بشوند 30 سال بالا زندانی شدن. به همین خاطر برادران عزیز باید ما مردم بیدار بکنیم، باید کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم، از یا بریم بدرویم، یا جای بیاییم که سرجم بشیم، با یک روز وارد تاجیکستان بشیم، رحمان و فبقپه مشوره برای محکم بکنیم. خب برادران گرامی قدر، چی گفتنیم؟ نوارا با دوستاتون روان بکنه، بمونه لایکاتون. برادران عزیز، کسانی که تازه وارد شده، برادران عزیز آبونه شوید در برنامه‌های ما. هدف ما بیداری مردم است. هدف ما آزادی مردم تاجیک است. هدف ما انقلاب کردن در تاجیکستان است. خب یک دقیقه بخشش زیاد. یک نفر اینجا، برادر گرامی قدر، تا یک دقیقه بیسته من ترا خب یک دقیقه عذر زیاد. اینجا یک نفر غم داد. همینه. خب یک دقیقه. خب امیدوارم که فهمید. خب عذر زیاد. اینجا یک نفر زنگ زد. متاسفانه من نمیتونم او زنگ قبول کرده، برای که در وقت برنامه نمیخوام صحبت شخصی باشه. برادران عزیز، به همین خاطر در برنامه بدروی صحبت میکنیم. برادران عزیز، سلکه در زیر نوار گذاشته شده است. میتوانید که با طریق همون لینک وارد استودیو شوید، فکر نظرهاتون بگید.
خب برنامه ما یک 2 ساعت دوام میکنه برادران عزیز. بعد این خداحافظی میکنیم. خب تا بکی ما مردم تاجیک خاموش میستیم. یک 4 نفر مخالف میبروید صحبت میکنه درباره یک نفری که میبرن زندانی میکنن یا که در قضیه زندان وحدت. دیگر مردم خاموشن. متاسفانه من در همین چیز حیران میمونم که مردم شما را خداوند میپرسه ای آزادی که امروز شما را دادگی ای چیز شما را میپرسه. سبب در چیه که شما نمیبروی یک کمنت نمیکنی لااقل فکر نظرتون رو نمیبروین بگین که نسبت نمو خواهر رخشانه حکیم و یا که نسبت برادرانی که در زندان شهید شدن نمیبروی یگان کس من ندیدم که برآمده باشه یگان چی گفته باشه. هم یک 4 مخالف یکی میشناسم همون ها برآمدن در فیسبوک و در نمیدونم در یوتیوب و در چند جا برآمدن فکر نظرهای خودشون گفتن. غیر این صورت دیگه مردم همه تماشابین. برادران عزیز باید ما تماشابین نباشیم. باید ما عمل کن باشیم که باید ما یک کار عمل بکنیم. تشکر زیاد برادرای عزیز جا در کامنت ها نوشته شده گپای خوب خیلی مینادار دستاتون درد نکنه برادران عزیز. من همه کامنت ها متاسفانه خونده نمیتونم برای که تیز میگذره ویم نمیبینم شون. خب چی گفتنیم؟ رقم های واتساپ در روی اکران است. کسایی که میخواهند که با واتساپ زنگ بزنن مرحمت. کسانی که میخواهند در استودیو وارد بشوند صحبت بکنن مرحمت. سیلکه در زیر نوار گذاشته شده است. میتوانه که با همین طریق وارد استودیو شوه صحبت کنیم. خب اینجا خب سلام علیکم و علیکم السلام. خب برادران گرامی قدر خب عذر زیاد اینجا نوشتجات ها زیاد چند کسا داشنام کردن امنا را بلوک. خب خواهش میکنم که مدیریتور اگر همینجا باشه برادران عزیز همینجا بنویسه که من یک چیز نمیفهمم که شما در زیر نوار میدروی خواهین مینویسه نسبت من شما بیای بگه که من چی خواهینی کردم. شما مردک باشه برای صحبت بکنیم ما وقت جدا میکنیم آمادگی میبینیم برای برنامه میایم میگیم که با مردم صحبت بکنیم. متاسفانه نه طرفدارامون میان صحبت میکنن امروز نه طرفداران حکومت. برادران عزیز یا که بیای یگان کار بکنیم یا که واپشه بیای همه پریزنوات سبو کنه که ما مخالف نیستیم ما اروپا اومدیم یا انباش میکنیم. من دست گفته بودم که در برنامه برادر محمد اقبال که چند ماه بعد من نسبت این مردم می نویسم این مردم شوخی فهمیده شده. تا من یک 2 نفر را روان نکنم شما باور نمیکنی من این کار را میکنم. من یک 2 نفر را روی میکنم بعد آگاهی تون میکنم یا که میبروی میگه که ما مخالف نیستیم دیگه با ما کار نگی دیگه نامتون در یگان معرکه نگیریم یا که بروی مبارزه برای ضد رحمانوف. ایا خونه یک کس امروز در تاجیکستان در زندان های شما زندانی نداره شما یگان نفر تو در تاجیکستان نیسته. من در همین چیز حیران میشم که متاسفانه امروز مردم ما هم ترسو شدیم. تا با کی ما خواب میکنیم؟ خواب کردن روی حل نیست. باید میدان وارد بشویم. باید مردم سرجم بشه. باید یک کاری بکنیم که ما اگر خودمون مردم تاجیک نخیزیم نریم رحمانوف نقپیم یگان نفر ما را نمیاد یاردن بتیه. برای که ما در منطقه قرار داریم که نیویگت نه برای
دولت امریکا و اروپا و نمیدونم دیگر جو ما کم ترک همین روسیه دا بوفر نیزونه همین روسیه اگر کمی کمک نکنه همینه نکی من لیشنه روسیه کمک نمیخوام که یا من کمک بکنه که من برم رحمانوف چپا کنم. من میخوام یه نظام باشه که مردمی باشه. من پگر روسیه گیره بیاره بابا مثل همون رحمانوف چی در کاره دمام خیلی حکومت. به همین خاطر من یگان محل خطی یگان کس دگاورم نمیکنم که بیار ما را کمک بکنیم و بریم رحمانوف بخپیم. ما باید دست پنجه را بلند بکنیم، اورنجامون بلند بکنیم، میونامون ببندیم، تاجیکستان بدرویم، رحمانوف بخپیم. تمام، دیگه یگان راه دیگه نیست. رحمانوف هر روز برده زندان کرده شده، دیده شده، میکشه در زندانو. کسی ناراضگی بیان میکنه ای رژیم میبرد زندانش میکنه. تا با کی ما خاموش میستیم برادران عزیز؟ باید کم ترک در باره وطن، درباره وطن مادر، درباره سرزمین باید کم ترک فکر کرد. غیر این صورت ما یعنی چند نفری هستیم در اروپا گپ میزنیم، همین خیلی رفتم بگیره 2 سال بعد دیگه من در کدام برنامه گفته بودم که اگر ما 1-2 سال دیگه همین خیلی بروه همین نفراش هم دستاشون همه تکنه سیاست میروند میگن خدا نگهبانتون همه پس کارش میشوه. و همین خاطر برادران عزیز باید ما کار بکنیم که کار باشه، برای منفعت ملت مون باشه، نه اینکه بیایم در اروپا خب اینجا کامنتاری ها شما می نویسند. برادران عزیز کامنتاری های هر خیلی ننویسه خواهش میکنم. من اگر این یک کس نویسه که کی موی سر ایته ببروه بعد انقلاب میشوه، موی سر پرابلم نیست، 2.5-3 هزار یورو میره میمونی، یگان مشکلی نیست. نه که دما چی در کاره مرا 7 پشتم کله. بعد من حیران ایزار میمونم که شما به برادران عزیز در یک چیز صحبت بکنیم که اون چیز فایده باشه. متاسفانه مردم ما هم عقلش نمیگیره که اگر همین من بیام رئیس جمهور شوم لااقل ای شامپون اکونوم میشه. همین چیزا فکر نمیکنی شما. خب برادران عزیز چی گفتنیم؟ کسانی که ما را میبینه من یک چیز نفهمیده است که مشکلی تکنیکی منه یا که مردم نمیتونه وارد چیده. خواهش میکنم که من بگه که خب همه ساعت فایز در زیر نوار لینک گذاشته شده است، میتونه که طریق اون وارد استودیو شوه صحبت بکنیم برادران عزیز، یگان مشکلی نیست. خب خب تشکر زیاد. نگاه کنه که برادران گرامی قدر ما تا بکه میگم که خاموش میستیم، خاموش هم بستیم رحمانوف میکشه نابودمون میکنه زندانیمون میکنه. مبارزه هم بریم، اگر مبارزه نیم کالا بریم رحمانوف میگیره میبره زندانمون میکنه. به همین خاطر یک هدف رحمانوف بیای سرجم بشیم یک کار بکنیم که به همین نوروزی رو من میخوام یک کار بکنم که در تاریخ بمونه. بیای برادران عزیز دستگیری بکنی کسانی که در وطن، کدومی که در مهاجرت میخواه که بر بگرده، رقمات تلفن در روی اکران برادران عزیز زنگ بزنه صحبت میکنیم. برنامه کشیدگی تیاره
انشاءالله که من گفتم خیلی که گفتم همه شهر و ناحیه ها آدم جمع دارم که یک نفری باشه. آیا شهر ناحیه 2 نفر نه، یک نفر بس. انشاءالله یک کاری میکنیم که تلخی رحمانوف میکفه. من مطمئنم که ما کاری میکنیم که رحمانوف گوشاش میجنبه. خب این اینجا پراموی زبلکی رو آدمایی که اینجا خورات میکنه پراموی بلاک میشه. خب علی سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر الماس خوبین؟ سازین انشالله. الحمدلله خوبیم. یک سپرسنتون برادر ممکن باشد اگر بله. برای چی شما ما را گمراه میکنی؟ کی را گمراه میکنم؟ شما ما را گمراه میکنی. چی گمراهت کردم برادر عزیز؟ این همی شما ما را گمراه میکردین نمیجا ما خیستیم زیدی رحمانوفیم. اگر زیدی رحمانوف کسی که گپ میزنه او آدم گمراه گشته. نه مقصد که شما ما را گمراه کردین ما زیدی رحمانوف گپ میزنیم موزی. برای چی باشه همین برادر؟ من نمیفهمم برادر عزیز خطا. من یگان نفر گمراه نکردم. من مردم طرف آزادی دعوت دارم. من نمیخوام که تو برای زندان بشی. من نمیخوام که تو در روسیه غلام باشی برادر عزیز. من نمیخوام که تو پدر و مادر در تاجیکستان سوید نداشته باشم. من میخوام که این چیزا داشته باشم. این نیست بهترین که گفتی برادر. یک چی دعوت بکنه یا که شما اگر به عقیده من هم فکر باشه شما گمراه گشته باشه. این گپ غلطه برادر عزیز. نه بهترین گفتی برادر. ما هم میخیزیم حق ما طلب میکنیم مقصد میگیم که سوید نداریم راه نداریم قشلاق مونده مقصد متپون خطی حدی اقل بالنیسای طرفیستم متپون نداریم مکتبی حلال نداریم هیچی نداریم بگیم همین هیچ نداریم میخیزیم حق ما طلب میکنیم ما را میگن که شما گمراه گشتیم برای همین سوال دادیم که شما چرا ما را گمراه میکنی عجیبه برادر. این همون طرفدارای رحمانوف هستن که میبرن میگن که شما مردم گمراه کرده. مردم ما گمراه بله نداریم برادر عزیز. باید مردم فرهنگ سیاسی مردم بالا بروه. بیدار بشوه که مردم که حق و حقوقش چه طلب کرده بتونه. افسوس برادر ما به حد ما گیلمند همی شکم پرستو تیپا به نام داملوها هستن که ما را هر چی که به قدر کردن همی داملوهامون کردن برادر. همی یک کلمه بگم از گناهگار میشم خدا بخشم همی کلمه شکر میگم دیگه به زبانم نیارم دسته همیارا ظلمت میکنن شکر بگو میگه فهمیدی برادر سویتت نمیتن شکر بگو ایش هم میکنن شکر بگو همین میگم دیگه هم کلمه را نگو مخی با خیر مسلمان که هستیم طوری نمیگیره شکماشون نمی قدر شیدگی با یگون تیمبو رو من نفهمیدم مو چی مقصد دارن همه طرف تاجیکستان میگردی پرابلم اوزی در مسکو بیو در همین مسکو ما برادر در همین روسیه یک روسی که در اتوبوس میاد در برد میشینه بوی خر میکنه به خدا که خره که بارونش میزنه پشم داره بو میکنه کو همو خیلی بو میکنه همو میگرده کو گپت میزنه برادر ای به نهایت عبید نه ای من نمیفهمم مردمی توجیک او روز بخشه که یک کم تر یک وقت میگیرم او روز در جشتگی بدیم همین مسئله چی برامد اوزی اگر تماشا کرده باشیم برادر بسیار خبرو برمیسته که ترکیه کاری میکنه که مثال سینو را من خیلی معرفی کنن که ابوالی ابن سینو ای ترکیه همین خیلی بحث شد برادر بعد گفتن تا چی میگویی ما گفتم که ها گفتم سینو ای ترکیه مو گفتن سومونی چی گفتم سومونی هم ای تاجیکو نیست گفتن تا برای چی همه چی اتکاز میکنی گفتم حاضر همین حاضر من حالی مردمی تاجیک همه بینم
و قصه سینا و مقصد دیخ قهرمانا باباجان غفور و صدرالدین عینی و اسماعیل سومونی را میخونم. من نیوژلی که توجیک پیش این خیل بده حوزی ایوده یک رحمان و کفیر پلید برآمده نمیتونه. توجیک یک کسا یک معبد امون مونده است، همون را مثل یک تندیر وری پرستش کرده است. کنشنه ما قبول نمیکنم. نیوژلی توجیک که او قدر آب برو داشت، همه توجیک میگفت میترسید. این روز آمده است به یک حالی زد است که یک روسی بوگین گپش میزنه سرش خمه. کو قصه توجیک، کو تاریخیت با ای توجیک. بله مقصد گفتنی ها بسیاره برادر. اگر اگون سوال داشته باشین دید با اینجا یک نفر دیگه است، قبول میکنیم برادر عزیز، میفهمیم. خب سلام علیکم سراجنا، بفرمو. Assalomu alaykum. Va alaykum علیکم salom. السلام. Salom barnoma که کسی اشتراک میکنه با همه. То есть ovoz است, баланд است, паст است, коя 100% 100% rahmat. برادر که нам گفت که نه که در связь است گفتست که ما در то есть در طرف روسیه قدر نمیدونیم. تو در دوری خانه در دوری تاجیکستان در دوری وطن هیچ کسی در همون جامعه برند چیکارات میکنن. просто این жалоба در اینجا مثال то что ты жалоб скорее گفتن که توغره نمیگفتن در وطن قدر نداره در دیگه کس چی قدر داره فهمید. این تیم خیلی گاوزن در کار نیست. ما میفهمیم سوخه الان داریم چی داریم. در روسیه هیچ که قدر نداره. تو در وطن خود نیکتویی در میبرن любой подставить میکنن میشونن میکشونن любой کار میکنن و در اینجا گفتست که ما را حرمت نمیکنن. тавал қадри худа дар дури ватан агар мо якдигар фаҳмӣ накунем дар дури ватан қадр надошта бошем байни миллати химон ку моро ҳеҷ ка ҳурмат намекунанд. ин темаи дар кор нест. вақте ки о диктатора байн бурдӣ тогда ба ин кор ишад мешав байни чо. алмаз бародар где-то 5-10 минут дақиқа пас гуфтӣ ки мо ҳамин тарафтан мегирам мухолифое ки дар ҳамин барнома гап задистиянд ай ҳамин барнома мераванд баъд 1 сол 2 сол 3 сол пас гапи худут буд. То есть даёш мисол то аял фаҳмондеси ки ҳамин рафтан мегирам ман ҳамин барнома мерам. ҳамин гапи шумо ҳамитай? برادر عزیز نمیشود که 100 سال مبارزه ببرید. ببخشید ما این قرار بردن زندان کردن، این قومنا کشتن، این دیگه ما در بدر اگر خزم همه کسی یگان کار کنیم بیای خزی کنیم کردنی نباشه یگان کس طرفدار نباشه برای ما هم قفوی زندگیمو ما همین آرزو داشتم که زندگیم خوب باشه. من زندگیم خوب نه برادر алмаз برادر میفهم برنامه خدا مثلا ведущий تو مثلا полно داداسی خدای برنامه کدام که میفورد اول آواز میتی کدام نمیفوره مثلا سرش میکنه برام میفهم بخشش گوش کن. نه گپی خدا در همین 5-10 دقیقه گفته بوده که ما هر یک شهر نوی تاجیکستان یک تا آدم دارم با گپی خدا بود. То есть گفتی که هست چند نفر هستی هر یک چند نفر وقتی که در بین 3 4 5 سال 4 سال 5 سال کمش یا 500,000 1000 2000 آدم جمع کردی و تو گیتی برنامه تا مثلا همین اشتراکی کردن خطا پیش رفتن میپرتوی میره همین بین بعد چی میشه؟ خودت بدای خود گفتی که همین که رفتن بگیره ما همین که رفتن بگیره با همین برنامه میریم تو آدم بیدار کدستی و لیبا تو خود در خود گارانت ندادستی که همین کاری ما 100% میشه نمیشه خود خود اویری نیست تا رمضان برادر عزیز بمونم گپ ما بگم میگم که تا رمضان من گارانتی میتونم که اگر یک نفری هر شهر نوحیه ببره من کاری میکنم که نام ما در تاریخ میمونه. برادر الماس میفهمم راه انقلاب با گفتن هر یک بیسواد و بسواد کلخوز و پادوان میگه انقلاب کردن کو با یک دو آدم نمیشه. انقلاب کردن کمش داید 200-300 هزار خلق جمع شود که با اون شرطه که باید بشپی کلاپوس این خیلی سکاسکا و خیلی چوکتی نمیشه. ای بچه اگر 10,000 بخیزم 10,000 تو منشتاجات میکنن میفهمی این کار آسان نیست. هر یک آدمی که دایر را خیزان تو باید اتویت باشی پگه آدما که ایتیم یچ تربود میکنن فهمیدی با گفته این کار آسان نیست. من یک نفری گفته شدم که نگاه که من یک نفری گفته شدم که یک کار میکنن که همون مردمی همون تاجیکستان با خبر میشه.
وقتی ما به خبر فهمیدم شد برادر الماز ما فهم دلیکو مثال ما آدمی بی‌سواد تو پای نیستیم ما این برنامه تماشا میکنیم میفهم خودت نه خودت گفتی که همه که رفتن میگیره دیچنی 2 سال 3 سال یکی نیم سال پس همه میره این برنامه‌اش میره و بس زندگیش میشه و وقتی همین راه کپیدی همین راه درافتی برادر همین راه درافتی دکانسا برای نمیتونی نکه خود بدای خود بتویست که همین رفتن میگیره همه این برنامه میره دیگه برنامه نمیکنه این من دعوت دارم وقتی که آدم قطعی من نباشه من خودم توقع نمیرم من از زندانی دارم بس اون آدمایی که ندارن زندانی مرحمت برای یک چه زندان کنه بعد میفهمم من زندانی دارم گپ دعوای نیست که هر یک گپ دعوای نیست که یک از زندانی باشه نیست نه ما فهمیدم اینطوری بگیم که یک آدم در داره علم داره میبره مبارزه میبره وقتی که میبینه که مردم نمیخیزه یگان کار نمیکنه میگه توکل تو به خدا میزنه میره من هم یک برنامه خدمت دارم تا روزی معینه مردم اگر دستگیری کرد خوش به حالشون نکرد یه سوال تیم برادر ممکنه مشکلی نیست برادر الماز یه سوال تیم یه دقیقه 1000 مخالف دیگه برای پیروی کردن بگیره گروه بسیار های نهضت های پیمان های داداجان های پارتیزان های 1000 حزب گروه های کدمت که میخواه مرحمت برای فکر نظرتون رو بگه برای قدشون صحبت بکنه میفورتون برای انقلاب بکنه نه میفورتون نکنه من برنامه خدمت دارم تا روزی معینه اگر مردم دستگیری بکنه ما به مردم هیچ که اگر مردم دستگیری کرد ما یک کار میکنم که برنامه همین سال همین نوروزی را که نام ما در تاریخ میمونه من یه چیزا میگم که برای نام در تاریخ موندن که رحمان فچخ سرنگون میکنه یا بکنه مردم وقتی که ببینم که مردم نمیخواه این چیزا توکلتون به خدا یگان مشکلی نیست میرم یک قفای زندگیمون خوب فرمو برادر این برادر چی گفتنی پوزکو هم سوال شگاف زنم مقصد برادر اینه هر نوعیه هم میگوی هر نوعیه و شهرهای نفری باشه بگذار هم امیر اگر جمع کنی 100 آدم نمیشه برادر این یگان رول هم بازی کرده نمیشه با این قدر شما نبراد یا بارم خراب میکنی الماز برادر دیگه یک نفری نه یک نفری به 100 نفر دیگه میشه که زیاد نویا این فهمونده است که تو هر نویا بخزن 1000 تایی 2000 تایی فهمیدی یک نفر تو فهمونده تو برادر این فهمونده است که مثال بدور میشه همون مثال نمیگیریم دههای ما قشلاق ما بدور میشه ما وقتی که چند سال در تاجیکستان نبودم برادر رفتم وقتی که برام مردم اینجا سال 2018 مردم همه امام علی پرست بود و خدا اینم خیلی گود یک افیرش میشید هم میدوید هم چسا میپرتوفتن افیر همه احمق تماشا میکردن سال 2022 وقتی که من همون قشلاقمون رفتم جای رحمان و فقط کینوی ترکی گرفتگی هیچ که قدر نداره آمودم شما برادر در همه جا چطور رسوندگین پروایش نکنین پس مردم ما ده یک چیز در کاره که دوخ بتی هموده دوخ بتی فهمیدی برادر هر خانواده میدونه که رحمان چه خیلی کافر احمق چی زورش رسوندگی برادر پس رنگی که یک بمبای کو همو را باید سیمش بکنی گرانات که سیمش بکنی بکفه این مردم هم خیلی چیز در کاره باید جونش نمیجه بیا بعد مردم بخیزه هم خیلی چیز مودا نمیرسه برادر من تا کلوب تا بسیار جوارا برادر تا کلوب تا بسیار جوارا برادر چندی خونه رفتیم خیش تبارو شینوسو رفتگیم برادر همه خونه را میدونیم که یعنی همه خونه میدونن اوجه دمی محمد اقبال هم اصلا تماشا میکنن کبیری شما همه شما را میشناسن اوجه مبارزه را پروستا یک چیز در کره همیده همون چیز چیه ایش باید راه شاکه و دمایی که تجربه دارن در این مبارزه هم با بیان برادر مرحمت برادر یک گپ بخشی شما برادر که از نو سوال داد تو هم سوال داد هم خودش نقل کرد هم خودش فهمید شما تاجیکستان 2022 همون جا بودین نه مثال نداره نه همون جا بودین گشتین دیدین وضعیت چی گپ هست چیزی نیست بله باید ایدرو باید کار کرده شود نه ای بیرن ایدرو باید کار کرده شود ایدرو خودت گفتی که یکی چیز باشه که یعنی
халка бедор кун айдуру бояд кор шава айбери не айбери мисол ҳамин қадар биги одамо мисол як хиш мефаҳманд як хиш не айдуру вақти халка бедор накарда ки мисол қинай барои халка пеш бурдан халка бедор кардан ана ҳамин охи бародар ман қати бисёриҳо мисол ҳамсинфҳои худам гап шиштагӣ гап задагим нашуд ҳамин фаҳмондагим ки ин ҳамин нақшҳо ҳамин кора кардан дар кор мақсад и одам мақсад ҳамин раҳмонова ҳамаш мефаҳманд ки ҳо и хеле одама ягон кас отказ намекунад не ки мегӯянд ки бия ҳамин сар монад дар бало намонем мақсад метарсам бародар мардум тарс дора фаҳмидӣ ишта иш боварӣ надора мо бояд як коре кунем ки мардум ба якдигар бовар кунад ҳамин раҳмонов ахмақ хест маҳалчигира кулоб рафт кулобиё шумо намебидем мо муваффақ намешудем бадахшон рафт иса хуҷан рафт иса ҳамара қавмгаро кард бози бин ҳамсоя сосед деҳа ба деҳаш соз намегирад нашуд як масъала мешавад қати и бачаи мо ҷамъ карди хе мора қавмгаро кардагиам бародар фаҳмидӣ дар 33 сол мо миллат сохта натонистем ҳамира мо бояд як кор кунем ки асосан чиз мо бояд мардума бифаҳмонем ки мо тоҷикем фарқ надорад ту хуҷандӣ ту кулобӣ ту бадахшонӣ та якҷои ҳасти нести мардумиш ба иш бовар карда наметонад барои ҳамин муборизаи мо тӯлонӣ шидеса бародар ана ки ма ҳамҷа як чиз мехоҳам будум нигаҳ кине ки оз мега ки бояд мардум аз дохил бихезанд мардум аз дохил намехезад мо бояд худмон сарҷаъм бишем мардум ҳамин мардуме ки дар аврупову дар русияву дар муҳоҷиратем бояд сарҷаъм бишем як коре бикунем нигаҳ кинед вақте али бедака заданд помириё гуфтанд ки ё ғармиянд ё ки кулобиёш гуфтанд ки оно ғармиянд кор нагирифтанд вақте помириёро заданд кулобиёшам на дистгирӣ кард на ғармиш дистгирӣ кард на душанбегиш сабаб дар чие ки вақте ки моро ятам мекушам мо ята намехезем пуштибонӣ намекунем мо мегӯем ки тоҷикистон худаш пушти нохунай биёем мо як коре бикунем ки муттаҳид бошем мо муттаҳид нестем аввале бояд коре мо бикунем бояд мо муттаҳид бошем вақте мо муттаҳид бошем мо пирӯз мешем раҳмонов алмаз бародар як савол сабаби асосӣ шама бигум бародар сабаби асосӣ шама бигум бародар дигар худи дил ҷигарша бридан мисол як нафаре бародар ҳамин алмаз як савол кунем алмаз бародар чанд сол шуд шумо дар ҳамун территорияи европа да мисол ҳамуҷо ҳастен ву нуждин ки мисол баҳри ҳама чӣ гузаштен рафтем як гап мисол чӣ каре бошу набошу территория ҳамаро медонем мефаҳмем чӣ гап неста бо чанд қадар одамое ки ҳастанд халқи тоҷик дар территорияи европа гашта зиндагӣ карда кору бошон бурдастанд дай хел уверен дорӣ ки дар ҳамуҷо ту вақте ки хести аз европа чанд одам ҷамъ карда метонем дар ҳамин роҳ чанд одам аз европа ҷамъ карда метонем ман ин аврупо нигоҳ кунед ки ман дар олмонам дар як ҷое ҳастам ки 100 тоҷика ман мебинам зиёд надидам барое ки инҷа тоҷикҳо дар дигар шаҳроам дар шаҳрҳои калонтар ман дар як шаҳри хурдим где-то 100-150 тоҷик аст бале гӯш кунед 150 тоҷик ман мумкин ҳамин 10 нафараш қати гапӣ бошам гапӣ бош анаки бес бародар агар пус 10-15-20 ҳазор тоҷик дар территорияи германия олмон гаштеса дар ҳамуҷо бошанд парна дар ҳамуҷо рафтагӣ бошанд чӣ коро борда боша набошанд халқи тоҷик тоҷикай мемонад правильно дар байни 2 сол барномаро бурдасти чанд қадар одам қатита дастивиаз буромад бисёр нафаро дар олмон будак ё ман одам дастивиаз буромад одамои на танҳо мухолифо студентое ҳастанд ки омодаанд ки ҳамкорӣ бикунанд ягон мушкилӣ нест барои аввал бародар алмаз дидӣ ки дар ҳамун европам дар куҷои америка бошад тарсончаканд фаҳмидӣ тарсончаканд метарсанд одамое ки уверен бошанд всегда дастивиаз ҳастанд қати мухолифо қати одамое ки ҳамин кору боро пеш бурдастанд тарсончакаш беҳад бисёрай манам айдисти манам ҳичи намеояд айдисти ӯ одамое ки дар аврупоанд айдисти вёрам ҳичи намеояд мо бояд як коре бикунем ки мардума сарҷаъм бикунем агар мардум мехоҳад ки бе ман ягон кор накунад ман омодаам ки биём не ки ранги иззат амоном накунем ана бародар қатитем як амр қатитем ба пеш вақте бурдан зиндониш кардан даже як одам набуромад видео бикунад ки ҳамин иззат амон ай раҳмону бисёр кӯмак кардаги дар русия не дар пеши посолство ҷамъ шудагӣ буданд бародари азиз як дақиқа
بعدش برآمدن همه عزت امانی بیچاره که برآمد در کرونا همه مردم کمک کرد با برآمدن ویدیو کردن که کک به عزت امون اونو قرض داره. انا میچینم من نمیخوام برادر عزیز نبوده کنکرت اگر کسانی که میخواهم مبارزه ببره مرحمت اینم من آمادم که قسم خوردگیم که یکم نفره که اروپا میروه او آدم منم. حاجی من میتونم که فقط برنامه کنم مردم جمع بکنم روز ساعتش بیایی در میدان مبارزه ببرم والله که من یکم آدمی که همه اروپا میرفتگی آدم یکم آدم من که در صدو دسته برادر صدو دسته همش فهمیدم برادر алмаз ما фамилия мисол постараться дорем машалло мисол ин студия юкади қариб 2 сол шид задести ҳамин чида бо чанд барномаи мухолифои дига да бромад иштирок кади доду воита мисол ҳам одамое ки мефаҳманд медонанд чӣ мекунам ман мефаҳмам доду воита аламта ҳамаша мефаҳмам бародар медонам ман хаман гуфти чӣ ки айсар бисёр чо гузаштаги гап дар он аст ки мо чӣ халқа бедор кунем намедонам ма чӣ инам я совет ина мисол чӣ халқа бедор кунем با چی؟ پول خطی او پول هم نداریم برادر. برادر عزیز پول خطی نه اینم یک نفری هر شهر نویاب رویان من یک چیزه یا برنامه کشیدگیم همون کار میکنن همون مردم تاجیک همش بیدار میشه میفهمن که چی گپه بعد تصمیم میگیره مردم یا که میخزه مبارزه میبره یا که دستم نمیتکه میبره میره یک تا با یک تا خستان در کار نیست یک تا با یک تا یک آیا جو بیسال آیمی تریتوری روسیه تا تریتوری تاجیکستان که باشه فهمیدی یک تا با یک تا بردا محکم میکنه یک تا با یک تا یگون وقت نخزین نشان ندین خونه یک تا با یک تا قطعی اولاد رشاد میبره محکم میکنه اشتجاب میکنه برادر عزیز ما باید یک جویا همین یک جویا باید بخیزیم من نمیگم که مردم یک کس برای بگه که من طرفدار المازم یگان کار بکنه در تاجیکستان میخواد یگان نه من یک کار بکنم و آدم که یکم امنیت خچه ببینه بعد او کار بکنه خیلی نیست که من پروست اکل نمیتونم در برنامه من بگم که پگر رحمان دیگه نمونه در دیگه در یگان جا یگان کار کردن و همین خاطر تا همون روز من همون هدف برنامه من نمیگم من میگم که یه برنامه دارم تمام وقتی برنامه عملی شد ویدیو میکنن برادران روان میکنن بعد میمونم میگم که برادران من همین نقشه را داشتم کردمش مردم تاجیک دید اگه تصمیم مردم بگیره میخزه مبارزه میبریم سیدی رحمانوف یا که برای مخفای زندگی ما شویم این همین قرار алмаз برادر چی گفتنیم ما میفهمم که مثلا پاستاراتسا کسیم همه مخالفا پاستار گفتی چی که بفراشین سرتون کالشی سفیدشین همشو میفهمم против رحمانوف هستن کو با نام الله کو ای خونود میگذاری یک تا دو تا و نه هزار تا نه ما گفتستم که ما باید کمش ای 200-300 هزار بکشیم که против رحمانوف کالا پوست میزنی وای میزنه اوسو فهمیدی و یا нам کارای میکنه که این کار آسان نیست تو دست مرد رفتسی تمام وقتی انقلاب کشید خیلی فلشکا و ملشکا و خیلی bayrak در کار نیست تو میزنی در کنسا میره اینجا تمام ایفون پوست میگذاری این کار انقلاب کردن آسان نیست ما بدای خیلی شرشود میکنیم بدای گفتی مرا که گپ میزنیم انقلاب کرد ایفون میگذاری اونجا گفتی مرا هزار تا شهید میره فهمیدی او آدم در کنسا против میزنه там میزنی تمام либо میمری либо побеждать میکنی تمام این کار آسان نیست با گفتن ما هممون میگیم گرویم ایتاریم создавать میکنیم هر یک کاری میکنیم که امروز پگامو اینو گرفتیم این کار آسان نیست والله قسم کو до последнего رحمانوف میزنه против مچی انقلاب до последнего кровь میزنه до последнего خون باید خلق تیار باشه با دهها و با خیلی کریک واس انقلاب تاجیکا بود نمیشه برد نمیشه единство ای خون و پوست میگذاری پیش میره تمام Allahu Akbar. І خیلی сказкой که ما میگیم شما میگین یا توخی نمیغلطه ما بخزیم میبریم دستمون برداریم давай استعفای خیلی گپونه میخزی полный программ پیش там میزنی کالا پوست либо میمری либо زنده میمونی ای دو قد نفهمید تمام خب گپ زنی برادر یکون گپ زنه بله بفرمو برادر سراچنا عدوها سکرالماز بله بفرمو آمین سلام علیکم سازکیلی آمد هستم تشکر
امالی رحمان استعفا دیکتاتور هم در جون مردم زدی قطعا اهل اولادت با این خیانتات و این زمین فروشی 4 میلیون مردم توجیه غلام کردی برا که بسه برادرو میگن که مردم هم میکشه امالی رحمان جنگ مینه با مردم جنگ کردنش نمیمونن بر قدرتو برای که نمی سیریه را دیدیم که امی مخالفات درمدن همی برمد گریخت مثلا حوض کشتن مردم اجازت نیست این اومده رحمان حوض فقط مردم ترسونده است که در دل مردم ترس باشن مردم همی یگون کار نکنن مقصد هیچ دارن فهمیدن در کار حوض اجازت قتل مردم نیست اجازتش نمیتین خوجوش ایران باید مردم بفهمن نترسن مردم همین مردم که خیست این اومده رحمان همی سامالوک زوادی تا پستن یعنی سوال میشوند 4-5 از روی میخوانه توجیکستان جنگ هم ممکن بکنم جنگ سخت نمینه اجازت نیست در این اومالی مردم ایرا باید بفهمن همه شما بخیزه این میپره میروه توجیکستان همین چند سالهای آخر میبینیم همین قدم ظلم گریخ های دولت قدم دیکتاتوری که فرار کرد خلق قتل نکرد برای اجازت نیست این گپو برای ترس دادن مردمان ایرا باید مردم بفهمن با قتل میشه بعضی ها نه که بسیاری را قتل کردن اجازت نداره این اومالی را مردم باید بفهمن همین جوانو را بعد میگم مردم تاجیک جوانو شما نه جنگ دیدگی نه اگون وزنی را دیدگی 90 سال دیدگی نباشه مشکلی را دیدگی نباشه 18 ساله تا 30 ساله چی به شما میترسه در دل در خون پوست شما در مغز شما در مفکوره شما ترس همین را من نمیفهمم چی در داره شما همین شما آزاد شدن میخواهی یا نمیخواهی بعضی ایرسی اگر میزنید درباره آزادی در جای کار هم میای امام رحمان استعفا میگوی با میره سطح همین کار تا کردن میگی بعدش میگن که شما سر کنیم ما میاییم این خیلی نمیشه برادر انقلاب میخواهی دگرگونی میخواهی همه باید در درون باشیم همه باید پلان بکشیم باید تیورگی را بینیم باید پلان خطی کار کنیم تیورگی میبینی یک کار پلان میکشی نقشه میکشی بعد عملی میشه او کار همین خیلی است که بله ما دعوت داریم که چند نفر جمع بکنیم یک کار بکنیم که مردم برای داخل انقلاب بیدار کردن بشود این هدف بله برادر همین برای انقلاب برادر کردن گفته پیش انقلاب برادر خودش در کردن باید جای همین کلی سویت مردم دوستای گفتنی خود هستن در که تریتوری روسیه بگی برادر کلی ما باید هم در در توجیکستان باشیم درون در در درون درو در برادر درو و خود در دوز همین درون خود در تو درون همین در باز وطن هم برادر در کجای باش در درو باشی در بیری باش در کجای باشی خود در خود جالبت کسی که ما نمیخیزیم خوخه همین گپ همو در رفته خود در خود جالبت کسی خود در خود نوریزای گرد اطراف داش باوری نداری و در اینجا برآمده گپ زدی ما همین گپ را چی درباره چی رفته است این برنامه دا این گپ ما 5 سال اخیر گفتیم ما برنامه محمد ایدبال دکیم ولی همینجا گپ گفته‌ای خودت و خودت گفته‌ای که خود آگیرد نوی خود اووری نیستی در همینجا برآمده گپ زدی خود اووری نیستی خود در خود اووری نیستی در همین گپ گفته‌ای ما باید بخیزیم سندی و چکلی میخیزی تو چی پروگرام داری چند آدم بیدار کردی چند آدم در سیتل قدیده هست در ریاض مصطفی چند آدم تیار داری در این کار آسان نیست برادر ما گپ میزنیم کراسی و گپ میزنیم نه که کو وقت ساعتش میشه کو بعد میبینیم که کی در پیشه کی در رقیب فهمیدید وقت ساعتش میشه ما هر یک آدم میبینیم مردیشه لاوزیشه با کوربچیش هر یک وقت ساعتش میشه میبینیم زنده باشیم ان شاء الله میبینیم که هر یک آدمایی که وعده دادگی بدن красиво گفتی مرا فانتزیروت کردن وقت انقلاب کشید بعد میبینیم و گفتی مرا او айдур набесна тамошо накунанд вақти пеш набошад ҷон ширинай ҷон ширинай ки оя накапанд оя набаранд нашунонанд оя пастай накунанд оя брат акаву хоҳар гуфти мара хеш таврма чакнанд ҷон ширинай фаҳмидӣ ба гуфтан мо ҳамон героем не ки пак кардан ба бедор кардан мо метарсем бале хоб сарошам ку гуфти бародар гуфтум бародар дига чӣ охи ҳамун бародар пеш ҳамин инқилоб кардан
صدا است؟ بله بله گپ زن برادر، همین درام پروگرام ده گاز نمیگی، صدات اومدن میگیره. هیچ هم انقلاب کردن برادر گپای ترمو فهمیدم. برای ترس ایم دلی مردم برآمدن، برای باور کردن در یکدیگر. میدونی چیکار کردن در کار که تا که همه هوشیار شیم، زیرک شیم، سیاست این اومد رحمان رو بفهمیم، عقل مخشلو کار کنه، باید همین بزغلای این اومد رحمان اما باید ای بین مردم تازه کنیم پیش انقلاب تا که باوری شود در یکدیگر اما باید بشناسیم کیه رفیق ما، کیه برادر ما، کیه همسایه ما، آیا بز نیست، آیا آدم اومد رحمان نیست، آیا ظالم نیست، آیا تجاوزکار نیست. ما باید همین مردم تاجیک هست شما بدونه که همین چشم تو ما نفهمیدم بیست انقلاب پروچ بزغلا میکنی پروچ رحمان میکنی. تو چکلی انقلاب کردنی و میلیون تا هزار تا بزغلا برادر بیت هم چکلی انقلاب پروچ ما ترا هیچ نفهمیدم. تو میگی ما باید بزغلا همش ای بایم بریم، تو میگی که ما باید چکلی پروگرام داره، چکلی مسلسل، چکلی گپ داره. ما جو در هم گیردید نوای تو پری بزای اونمای که اصلا کاتیته ای آدم این کاری اصلا نیست. بیت همین سخن نبودیم برادر جان، اخوان باوری نداشته باشیم یکدیگر تو. خب بفرما برادر عزیز. باوری نداشته باشه دیگرمون باید چی؟ دلشیم. برافت. آخی همینجا میبرویم من حیران. این همینجا برادر عزیز اجازه دادگی نیستی برادر کلو. همون اجازت بده با وارد بشه از وقت قبول کرده نمیتونم. خب алмаз برادر هم میبرویم بسیار совет میتیان میگن میگه совет меня красиво густи марак ами объяснить میکنن что چقدر اندی политик профессор любой کار айтишон да фикшн میام گپ میزنن да چیزی که دیدگان در تلفن و در همین اکران یوتیوب بود ما رو گپ میزنن. این کار آسان نیست. برای چی این کار آسان نیست که خود دایم دو سوشی زده است که خلق بیدار شن. دیدی این کار آسان نیست. برای یک آدم بیدار کردن گفتی مرا تو باید چی شد از سر نمیفهمیدی. بله ای برآمده در اینجا چی خیلی نقل نکنین و خیلی نقل نکنین. این خیلی گپا و خیلی چیز در اینجا نمیشه. برادر کلو با اجازت نداد. خب چی گفتنیم برادران عزیز، ما را تای 700 نفر تماشا داره، ما 100 لایک نگرفتیم. برادران عزیز بمونیم اون لایکاتون نده سببش زیاد شدن بیدندگان بگرده. خب این همین خواهد دیگه ای زیاد نیست. آزادی خب بفرما برادر آزادی. سلام علیکم. آزادی میفهمی منو؟ آزادی بعد میگه که خب آزادی بفرما. صدا هست؟ بله بله صدا هست بفرما. ناخست برمادم بعد تو گفتنی هستم که باید یکدیگر را باوری کنیم، یکدیگر را باید بشناسیم کیه برادر ما، کیه رفیق ما، کیه همسایه ما. درباره بزغاله سخن این من دعوت دارم گوش که برادر عزیز آزادی، من همجا دعوت دارم که برادر بیای وای کنیم همه کسا کار بکنیم. یگان بار زنگ زدی به همین مخالفا را یگان چکی بیا یگان کار بکنیم در تاجیکستان. برادر ما عمل کرده سودیم، ما ایدرون او الو گذشتگی موجی فهمیدیم. ما تمام اگر رحمان فکر میقپه ما زده و رفته سودیم. بیت همین سخن را بگم چیکار کردن در که مردم در دام اومده رحمان نفس قطع نشوند. سخن نبگم بعد چیز سمیر برادر. بعد گفتنی هستم که همه ما باید پیش انقلاب کردن چشم گوش اومده رحمان باید کور کنیم. چشم گوش اومده رحمان بزغلای هستن که در بین مردم
کارشون فقط معین کردن مردم شجاع، مردم بدل گردن، مردم نوترس، مردم سرسخت، خیلی آدما رو معین مینن در امنیت ها در امنیتی ها میفروشن، امنیتی ها میان میگیرن میبرن، مخفا مینن، ظلم مینن، پلشون میکنن، لط کوبشون میکنن، تهمتشون میکنن، اکستریمیست، خائن، تروریست میگن، زندانشون میکنن. دشمن یگانه مردم بزغولای بین اختوان مردم تو بین اختوان تازه نکنین. ای بزغولای اومد رحمان یگان کار کردن نمیتونیم، یگان قدم رو پیش نمیریم، برای که تمام پلانای شما را معین مینن. در امنیتی ها میگن شما را هم پرپیچون میگن میگیرن میبرن. ای تمام گپ خبر شما خبردار میشه امنیت، پیش شما حرکت مینن. ما باید چشم گوش اومد رحمان کور کنیم. همین بزغولا را ما باید بشناسیم. ای بین مردم همسایت رفیق تای خیش تبار تای همه خیلی را باید معین کنیم. دشمن یگانه مردم همه آدمان. دولت همین تاجیکستان وطن ما را به نابودی بردگی، به نیستی بردگی. هم بزغولای امام رحمان قدرتی امام رحمان بزغولای مردم ای را باید شما بشناسید. فوندامنت امام رحمان هم ارماتورش هم بزاهن مردم. امام رحمان اگر همین بید باشه، بید 30 ساله شدگی باشه، ریشه هاش همین بزغولای بین مردم. ما تا همین ریشه هاش نکنیم، ریشه کن نکنیم، اگر امام رحمان ما چپه کردن نمیتونیم مردم. همین ریشه هاش که کندی بده او خودش به چپه میشوه. این خیلی زور میزنی هیچ کو کردن نمیشه مردم. گفتنی هم در مردم که همین مردم فقط باید همین بزغولا، ظالم، تجاوزکار، امنیتی و اینکاماتی کسی هست نیست. هم خیلی آدما را باید شکار کنیم. در منطقه ای جایی که هستیم مردم هم خیلی آدما را میوه معینش مینی، مال و ملکش خونه و درشه معین کردی، این نظر گذروندی، تحلیل کردی، انالیز کردی، پلان تا میکشی، به خطری تامین مینی، حملهش مینی در مال و ملکش، در خونه و درش. چی کاری کرده سینیا بکن. خونه و درش هم میسوزونی، ماشینش هم میسوزونی، گو مالش نه زهر برادری میکشی. عزیز، برادری عزیز، ما همه همین دوادا برای چی همین کاری نکنیم کرده سینیا مردم. باید بکنی برادری عزیز تا که باید در یک ترس سراسیمون نشه. بیان. هم بزغاله برادری عزیز باید سراسیمون نشه. مینوت بیس همه همین دوادا و همین مخالفه برای همین یکی از جا علاو نزنن، یک اصلا نکشن. اگر این تمیشید ولی بر وقت انقلاب شده در تاجیکستان، همین ما هم که مردم میگن که سری رای مردم گرفتیم که مردم شریف تاجیکستان نره اون کسا نکشه، علاو نزنه یگان جا را. همه دوادا برای همینه که مردم همین کارا را نکنن. اگر نه ولی بر وقت این آدما اینش بابایش قصد داره میرن میزنن میکشن هم دیگه جون ما هم خلاص میشه. ای رحمان فهم ما میگیم که یک کاری کنیم که خند نریزه. برادری عزیز میدونه که 500,000 رحمانوف کشته، چند هزار آدم هم میدونه که 500,000 آدم چند قای. او آدم فرزنداشو امروز 30 ساله شدگی هم. هیچ کاره نمیخواه که پدر شاید دست بتیه یا که فرزند شاید دستش بتیه. یگان محلی فکر نکنه برادر عزیز که یگان کسی رفته زدن در کار، کشتن در کار، یگان علاو زدن در کار. در این فکر خداوند نصرت نمیتیه آدم. باید با دل مو، با قلب، با همه جا یک جایه باشه. دل مو، قلب مو، با زبان مو، فکر مو یک باشه، ما میتونیم که یگان کار بکنیم. غیر صورت خیلی نمیشه که کسی قصد داره یا که یگان کار میکنه میره. برادر عزیز همین قوم مخالفا گفته است، یعنی ما گفته سودیم برادر عزیز دزی نشوه، علاو نزنه، یگان کسی نزنه پرسته. فقط دشمن یک رحمان فقط بدیم بزرگ خودشو میان با بزی ما میشوند، یگان چیزی دیگر نیست. به همین خاطر برادر عزیز سراتون ویرون هم نکنید این باره که کدمی را قپیده یگان کار کردن در کار. نه، ما یه دشمن داریم، این رحمانوفای تمام دیگه. با او امنیتیاش و یا وظیفه شونای رحمانوف میفرماشو و یا میکنن. ما وقتی که اون فرمانده گرفتیم بردیم زندان کردیم دیگه، یگان نفر واره او که فرمان شونت یکی بره همون کارا بکنه، یک آدم بگناه زندان بکنه یا که یک آدم $10,000 شا بگیره. قداست برادر؟
واسه دقیقه ما اگر خیلی میکردیم ولی برای یگان تاجیک نمونده در تاجیکستان هم در اروپا هم در همه جا. به همین خاطر برادر عزیز باید ما یک کاری بکنیم که تنها رحمانوف هدف بگیریم. من تر هدف بگیرم تو من هدف بگیری بعد رحمانوف اونجا ولاستوت کردن میگیره ما هم دیگری اونم میکشیم تمام. به همین خاطر ما مردم مخالف با یگان نفری که در تاجیکستان مشکلی نداریم. مشکلی تنها با رحمانوف کمبدی داره نمیتونه دولت استفاده برده. میگم که به مثل نوکیا بیلاین رحمان باید استعفا بتیه بروه یا که مردم هم خیلی بخیزه به قبا برای زندانش بکنه که اینی قبلی مردم دزدیدگی های میگم که این به مثل نوکیا بیلاین که امروز هیچ که استفادهش نمیبره. مردم در سامسونگ گذاشتگیان مردم در اپل گذاشتگیان دیگه نوکیا بیلاین اگر در موسر باشه اگه کس نمیگیرش. این رحمان فیما رنگی همون نوکیا بیلاین که دیگه اداره کردن نمیتونه دولت. یگان برنامه نداره، برنامه 5 ساله نداره که ما چیکار کنیم. 2027 میگه سوئد میشه، 2018 نگفت سوئد میشه، 2020 نگفت سوئد میشه. با شیر و چش قسم خورد، با گوشانی ملکو قسم خورد، با همه چی قسم خورد نداد. وقتی که یک آدم میاد وعده میکنه نمیتیه باید و ما پیش ای مهلتش استعفاش طلب کنیم. من میگم که برادر عزیز من میگم که من میخوام که پرزیدنت شوم 500 تومانی میتیم سوئد میتیم این همی کارو را برنامه ما کشیدگیم. اگر همی کارو را من نکردم شما میتونه که من استعفا ما طلب کنه. یگان مشکلی نیسته. وقتی من وعده میتیم نمینم در شما چی در کارم؟ رحمان فهم که باشه باید وعده داد نمیتیه دوای استعفا تمام. یگان چیز دیگه نه. ما اگه تیر کمون بگیریم بریم برادر عزیز با بازی ایتک یگان کار نکنیم اکستریمیست تروریسم زدگیان. اگر دادس می автомат بگیریم یا شوکت اثر مو بگیریم یا پشو که وینی پشونیم انی اولون نابود میکنن در تاجیکستان. به همین خاطر باید ما مردم تاجیک برادر من سخن نبگم اخی همین برادر عزیز مختازی دقیقا میگم چند خیمه فراد گپ زن. ما باید یه هدف داشته باشیم که رحمانوف باشه تمام. دیگه نه دیگه یگان کارگری دیگهش رحمانوف که نابود کرده میسر قدرت تمام او آدم ها چو автомати دیگه قطعی ما تو فکر میکنی شما فکر میکنی مردم که همه آدمی که اومد رئیس جمهوری حاجی سوریه این قدر او نداشت 20 نفر بودگیان اولش اولی که کار بسم الله کردگیان 20 نفر کار سر کردگیان 5 سال 7 سال ده اومدن پرزیدنت شد مردک با 20 نفر سر کردن. ما امروز نمیتونیم 20 نفر جمع شیم که یه ایده برنامه را پیاده بکنیم و به همون هدف بریم. فقط میبریم در این برنامه کو اگر یک کسی خورد کنه یا که یک مخالف یا چی بگه بعد نمیدونم یگان کس بمره یا که یگان کس برن زندان کنن مردم میبره یا کم تره گپ میزنه دیگه هوای خطی مردم فراموش کرد مبارزه را. ما میگم که برادر عزیز باید مردم 20 نفر سر کردگیان امروز اومد رئیس جمهور شد میشید ایکو با خوبی نمیشه بین رحمانوف بین گفتن نمیشه. من میدونم این چیزا نه که من آدم جمع دارم که هم میدان بدرویم هسته هم خیلی آدمایی که میدان میدروین من کیور با خدا پگای سحر میخیزم میام. من چند بار شد میگم که من رای اروپا را یافتم رای خونمون نمیام. به همین خاطر برادر عزیز باید ما تنها هدف رحمانوف بتیم یگان نفر دیگر نه. خواب بفرما برادر آزادی. بله برادر باید بار دیگر میگم که دشمن یگانه همین مردم با همین بزغاله برادر این بزغاله آخی این فقط همین کار شد خبر کشیدن همین مردم همین جوانا مردای بنام مردای شجاع یوسف 91 تا این بلاکت میکنم برا
و اوچای کدومت رحمانوف در میدان چیکار کردگی که شما در کامنتاری خیلی دشنامه می‌نویسید؟ من اصلا نمیفهمم ده. من دیلم برای شما سوخته شده، برای خودم باشه کو به خدا زندگیم 300% میرم اقفای زندگی میشم. ای بچه سوید نداره، زمستان حاضی سوید نیست در تاجیکستان، ما را مردم تاجیک تماشا نداره. پدرت معاش نداره، خودت مهاجری در روسیه لات کوبت کرده سودیان. من میخوام که تو بیا در وطن یک جای کار پیدا کنی، زندگی کنی. می برای در اینجا یک کامنتاری می نویسی که میگو که رحمانوف اوچه چیکار کرده. آخی خیلی بدبخت نشه، آخی هزار آدمای کامنت ها میخونن. شما مرده که این رقم تلفنی من موندگی هست، زنگ کو آخی قطعی من گپ زن، چهره قطعی من رو تبا بینم و بعد همون گپا را بگو که من پگه بیام که بدونم که کی من چی گفتگی هست و من سلامت بتیم. در اینجا می دروی کامنت میکنه که زوره پشت کلاویاتورا گپ زن شدگی. مرده که این رقم تلفن ها زنگ بزنه، چهره قطعی که من قطعی شما گپ زنم و شما تماشا کنه که من میام تاجیکستان، بعد شما قطعی من چیکار میکنم. پروسه من چهرهت را ببینم، بشناسمت که تو کی و وقتی من اومدم کار بار دیگه میشوه. زورکو اینجا نمیبروه خیلی کرده و خیلی کرده. شما فکر نکنید من میگیرم بلاکت مینم. من به بیننده بمونم، آدمی که دشنام میکنه طرفدار خودم باشه بلاکش میکنم، برای من کسی بلاک میکنم عفوش نمیکنم. تمام. آدمی که دشنام میکنه بلاک میشه. یا امر خبر کنم که کسی که طرفی من هم باشه رحمانوف هم حقارت کنه او آدم بلاک میشه. طرفدار رحمانوف هم باشه که کدام مخالف حقارت کنه. شما دیگه کار نداره که برای دشنام میتی. این شبیم با ترم من از سوال چیدم که برای کی کسی بلاک میکنه. دشنام تو بفرما برادر عزیز، فکر نظر تو بگو. برام. من همینجا یک چیز کشون کنم که بسیاری بعد دوستانی هستم که اهمیت نتی برادر و میخوان صحبت فکر دیگه است برن. بعد مردم گفتنی هستم که ما باید پیش یک انقلاب کردن، یک اون کار کردن، ریشه و چشم گوش اومده رحمان با توزه کنیم. چشم گوش اومده رحمان بز بزولان، ریشه های اومده رحمان بز بزولان. مردم تاجیک تا ما یکدیگر و نشناسیم، همسایه ما نشناسیم، برادر ما نشناسیم، یکدیگر ما نشناسیم، کیم چیم و یگون کار کردن نمیتونیم. وقتی یک نقشه میکشی در بار بزای خبر کشه، خبر تا در امنیتی میرسونه، امنیتی میپیچونه میبرد دفت مینه پلان ملان همه ویرو میشه، یگون کار کردن نمیتونیم. برای همین فقط مردم پیش انقلاب بین یکدیگر اما باید توزه کنیم، بزغاله اما باید شکار کنیم تا که اومد رحمان ای کار باری ما خبردار نشوم. باید چشم گوش اومد رحمان کور کنیم. قدرت اومد رحمان دشمن یگانه مردم انا همین بزغاله نباشه اومد رحمان یگان کار کردن نمیتونم. امنیتی کارمندای امنیت یگان رول بازی نمینن. مردم همین امنیتی مثال میاد در منطقه فر میگرده میدونه که یک هست همینجا مردم پلدار هست نیک توشن آدرس نداره، میاد تو میخره میگردن میروه. توشن آدرس باید یک کس بتیه تا او آدم بیا همو سوما چیزی هست بکنه بگیره. آدرس انم توشن آدرس انم بز میتیه مردم. دشمنش ما انم بزوهن توزه کنه بین یک دیگریتونه پیش انقلاب کردن تا که نافتید بدام، تا که قربانی نشید، تا که روزی در کاری ایدستی ای بزو نایان با پیچونم بارن نبوتون کنن مردم. ما باید دیگر باور کنیم، دیگر باید بشناسیم، باید تیورگی را بینیم. برای همین باید بار دیگر میگم چشم گوش اومده رحمان، قدرت یگانه اومده رحمان بزغاله بین مردمان، بزغاله ها مردم تاجیک کی میشه بزغاله دزد غر نرکمن. برای که چخیل همین بزغاله پیدا میشن در بین مردم، همین نارکوتیک میخرن. بسیاری همین مردم نارکوتیک فروش مردم تاجیک هم خیلی امنیتی هستند. وقتی که تو نارکوتیک میخری ای امنیتی در دوم میافتی تو امنیتی میگه یا زندان میشه یا که بز میشه، بز کشیدی زندان نمیشه. این مردم ما دل گردن نداره، لبای چیزا با کلام میگیره تا که بسرش یگون بالا نیا.
انا همه خیلی شما را بزنن مردم توجیک نارکوتیک شما امنیتی هم میخره نارکوتیک خریده بدون که بزنشه بدون که افتادی انا همین خیلی آدما را بسنجی مردم بزغولا توزک نه ای باید که انقلاب کردن تمام برادر دزدغر عزیز نرکمنو انشالله همین خیلی آدما را بسنجی برادر بعضی تو عزیز خیش او تباه کن بز بزای مردم توجیک برادر را هم عزیز نکنید همین خیلی آدما برادر بزغولا ترا عزیز خبر کشی مینا پروانه داره که ترا میبرن پلت یک میکنن دقیقه لط کوبت مینن زندانت مینن قتل نیست نابودت مینن بزغولا در او چه خونه هاشون سبب من خوابن در نیست بر زن و فرزنداشون پروای شما ندارن عمومی بدبختی عیدسیان بزغولای بین مردم شکار کنی مردم تازه کنی بین یکدیگرتون قدرت اومد رحمان انا همینا هن مردم توجیک تو که یگان کار کرده بتونیم ما باید یکدیگر ما بشناسیم ما باید برادر رفیق همسایه منطقه ما باید بخش رو بدونیم تا که خطا تشکر نریم برادر خطا عزیز نخوریم تا که اینجا چند بدام نفر نفتیم دیگه مردم هست توجیک میخوام فکر نظر دیگر رو بگیرم که تا که ما بعد مردم خاموش بعد میستیم شید برادر عزیز یاد سخنگه بگو میبرم یاد سخنگه بگو میبرم با مردم تزش عزیز بگیم سخنگه بگم بعد همین چی کاری که کرده نکرده چی کاری که کرده نکرده هم بزرگوارا چی خیلی که حمله منه چی خیلی که جزاش میتی همین چی کاری کرده دیگون کس نگو خودت بدونی و خدا دیگون کس گفتی مردی باید دهانی خودت تیر نخری نلق هر جو بعد مردم گفتن که هم میخوای هوشیار بشه زیرک بشه سیاست خشتو بفهمی تو که بدام نرفتی عقلت خشتو کار کنه سیاست خونالود اومده رحمان بفهمی هم مردم گفتن که آزادی خواه پارتیزانش میباید شما مردم توجیک بسیار کانال‌های برادر پارتیزان در یوتیوب پارتیزان توجیک مینویسه میبره یک قیامت کانال میدروی هم ویدیو هم برادر رو تماشا می درباره مبارزه گپ زدگیان یاد میگیره مبارزه را طرز ایدل تو میره و شجاع میشه مردک میشه میخوای یاد بگیری مبارزه را میخوای سیاست بفهمی بدروی هم کانال برادر پارتیزان توجیک مینویسی یک شنبه گم مردم ناموشه مینویسی میبروید در یوتیوب خطلان تیوی 666 مینویسی میبروید نامش میدروی تماشا منی پادپیسات سمینی نمینی قلم بدرو تماشا که یاد بگی مبارزه را سیاست عمل کردن یاد بگی فراموش نکنی مردم عزیز التماس تمام تشکر زیاد پارتیزان برادر عزیز تاجیک خدا مینویسی نگهدارت میبروید ویدیوهای برادرای مخالف برادرای مبارز زنده باشید تمام خدا نگهبان بعد یا سخن دیگه برادر درباره پارتیزانی مردم توجیک و دیگر صحبت نکنم پارتیزان در یگان جا نگیری که این رحم ای پارتیزانو به حد میترسه سخت با شکار تو نکنن مردم هشیار باشه زیرک باشه عقل کار فرمه تا که با دام نفت سلامت سربلند باشه تمام خدا نگهبان خب برادر کلا بفرما سلام علیکم این برادر سلام علیکم وалейкум салом. Алмаз, чики маем ҳаму бахшиш ҳаму чата контролирует ки беҳад ҳаму чата гапои ҳаркала рафтесай нависондестиян аммо на як камтара ҳаму чата хондум ҳаму модераторро бугӯ тез тоза кардан мегиранд ки бисёр гапои безебайда дар чат рафтесай який ахорат мекардагиша бародари азиз ба ҷаҳаннам роҳӣ мекунем тамом вай одами бетарбия ҳама ҷо ҳаст ба ҳамин хотир ахорат намешавад давлат карда ман ҳамиқа барномаҳо дор иштирок кардагим ку ягон вақайдаи ман хеле гапи безебе чи ман ҳами чата хондум ку бовар ки беҳад гапои ҳархела нависондестиян да ақорат ҳарчи ҳамаро просто заблокировать карда удалит кардан тоза кардан гирифтан дар кора ки безебай да мисол чи боша набоши барномаи серьёзе рафтестай барои вай гуфтестам ки ҳамин барнома вақте ҳақорат гузашт вай уже мада маъқул нестай хеле барнома серьёзне кишид мисол чӣ бигӯм политикиш ки мисол чӣ боша сиёсати боша барнома ҳамиқа боз зурайда мисол ба манфиат тамом бародари азиз ҳамун чата контролирует чанд нафарҳо ҳастанд вақт пайваст бикунем иншалло ки бо суҳбат мекунем майли бародар все палатон ба худо гам ташаккури зиёд хоб инҷа бародарони азиз моро 700 нафар зиёд тамошо дора
خواهش میکنم که آبونه شوید در پرتل ما، لایک موندن فراموش نکنید. میریم. خب سلام علیکم، خوش آمدی برادر صبوری، بفرمو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشین و کل مردم جمهوری تاجیکستان سلام میرسانم از این منبر آزاد و امیدوارم که روز شاید که تو کشور خود جمع باشیم، چه جوان و چه پیر، و یک جایگاهی آزادی، عدالتی و یک جایگاهی که مردم در امان باشد. موضوع برنامه چه برادر؟ تا بکی ما برادر عزیز خاموش میستیم. امروز رحمانوف داره زندان میکنه، میکشه، مهاجرت میکنه، سوید نمیتیه. مقصد که صدا بلند نمیکنیم. تا بکی ما همیشه در اروپا و در امریکا و در همه جا میگردیم و با تاجیکستان یک نیت نمیکنیم که بریم یک کار بکنیم. چیزی که تا بکی وقتی که ما از کل مخالفان باید شروع کنیم تا شهروند عادیش درد همدیگر را احساس کنیم، درد همدیگر را بفهمیم، سخن همدیگر را احساس کنیم. مثل سخنی که مشکلات که بالای تو سر تو می آید باید مشکلات اون برای تو همچون یک مشکلات چی نباشد، عادی نباشد. وقتی تا زمانی که پهلوی همدیگر باشیم، احساس برادرانه و احساس دستگیری همدیگر را کنیم، من فکر میکنم در اون حالت رحمان مغلوب می شود. این اولین درجه هست، این اولین است. اما متاسفانه اون چیزهایی که من دارم الان مشاهده میکنم و میبینم، چی براشان میگم؟ چیزی که من براشان میگم، آرزو دارم که یک روز خوبی بیاد برسد، ما پس بشینیم روبروی همدیگر، بعد سوال جواب کنیم و علتهای این مشکلات رو از اونها بپرسیم. چرا این قضیه ها گرفتار می شود جوان هامان؟ چرا مثلا امروز مهاجرت دیگر و غیره؟ زیاد چیزها هست اینجا وابسته. خود نه تنها نگاه که هر نفری که با چهره آشکار میبروید و نفری که دارد پشت پرده صحبت میکند، این فرقیت دارد، این خیلی فرقیت دارد. ارزشش هم دیگره، من اینجا تبلیغ نمیکنم که هر نفر با چهره آشکار براید. مهمترین آنی است که بچه ها دارن صحبت میکنند و نظر خودشون میرسانند. این یکی از یک غالبیت ماست که یک 5 سال 10 سال پیش این جرأت ما نداشتیم جوان همون. الان شکر برادران، اولین درجه شکرانه پروردگار و دوم درجه مثل شما جوان ها و اون نفرانی که برنامه ریزی میکنند دارن روز شب نمیگن مشکلاتشون، مشکلات گوناگون گرفتار هستن و چه هستن، نگاه نکرده به این سخنی حقشون میرسانن. این یک مرتبه خیلی بالایی دارد. اون نفری که پشت پرده حرف میزنه، اون نفری که با چهره آشکار حرف میزنه، این فرقیت دارد. نگاه نکرده با مشکلاتی که گرفتار میشود. امیدوارم منظور ما فهمیده. بله یک دو نفر من زنگ زد، من دیگه متاسفانه با او صحبت داشتم، قطعا اهمیت ندادم برادر عزیز. باشد اگر یگان سوالی داشته باشی من در سوالتون پاسخ میتونم. چیزی که من برات میگم، چیزی که من برای حکومت فعلی حکومت جمهوری تاجیکستان میگم، جناب رحمانوف، زمانه عوض شده است، وقت عوض شده است. یا 10 سال پیش ما با شبکه‌های مجازی آشنایی نداشتیم، 15 سال پیش. الان نگاه کن که جوانهای تاجیک نگاه نکرده بر هر چیزی که بالای سرشان میاد حق خودش میگد و از هیچ چیز هراس ندارد. حرف دلش میگد، همون قدر کاریت کن و استعفا برو. استعفا یگان جای بدی نیست، استعفا یگان سخنی بدی نیست. تو وظیفت به انجام رساندی، مرحمت. دولت و حکومت از پدر و مادر تو میراث به تو نآمده است. این مال مردم است.
طبق قانون جمهوری تاجیکستان باید هر 5 سال پس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان وقتی که به سین انتخابات میرسد حق و حقوق دارد که انتخابات در اشتراک کند. میتواند رئیس جمهور باشد و دیگر و غیره. اما چرا یک خانواده تو حدود 30 سال از در سر قدرت هست و کشور به یگان موفقیت نرسید؟ نه مزد مهنت مردم بهتر شد، نه حق و حقوق مهاجران را حمایت در خارج از کشور کرده، نه حق و حقوق مردم در داخل حمایت کرده. هر نفری که در داخل اگر جرأت نمیکنه حرف بزند، اگر ما یک حرفی بزنیم باور کن بالای سر ما فشار میاری. تا به کی فشارت بس نیست؟ خجالت نمیکشی از این عملهاتون؟ بله درسته. اینو من فکر نمیکنم که امام علی رحمانوف استعفا بتیه به خواهش خودش، یا که این میخواد فرزند 100% منم منتظر اون نیستم که منتظر رحمان شم که رحمانوف استعفا میده. بله عمل باید کرد، تلاش باید کرد، مردم فهموندن لازم است. اما زیاد دردهایی هست که رابطه این دردها با خود همون مخالفان رب دارن، میفهمن، صدامون بعضی جاها میروند میرسد، حوالهشون بر خدا باد، هر چیزی باد و نباد. اما خارج از کشور ما یک سازمان تشکیل ندادیم که خود مخالفان و مخالفان این سخنی من دخل دارد. ما تو خارج از کشور در اتحاد اروپایی که اینقدر آزادی برای ما داده هست، امکانات ها هستش، ما نتوانستیم که با بچه های خودمان حل مسئله حقوقی اونها را برکنار کنیم. زیاد مشکلات هستش که متاسفانه گرفتار میشوند جوان هامان. اما لیکن 100 افسوس که من احساس میکنم از دیدگاه من است، مخالفان هنوز پخته شدگی هم نیستن، چون که ما سازمان نداریم در خارج کشور که راهنمایی کند. مهم نیست اون اعضای گروه هست اعضای گروه نیست، چون که اون یک چهره آشکار هست، اون یک نفری هست که حرف دلش گفته و ناترسادانه دارد، هنوزم ادامه میدهد. اما اینجا یک نمیتونم تحقیر کنم، اما یک لنگی دارد. راست میگوی. من قطعی خودت راضیم که آدمایی که 10 سال پیش اروپا اومدن یا سازمان تشکیل نکردن، مهاجرایی که بعد از ویا اومدن صاحبی کردن نتونستن. برای همین خاطر مردم مخالف پراکنده، هر کس به هر جای، مردم اینش با صحبت نداره. اگر مخالفایی که یکم اومدگی بدن سازمان تشکیل میکردن، این مخالفایی که امروز با مثل من خودت اومدگی اروپا دا صاحبی میکردن، میگفتن که برادر عزیز تو یگان حزب حرکت نکشو، این همجا سازمان های بیا قطعی ما باش، ما مخالفی رحمانوفیم، ترا مخالفی رحمانوفی، یا سرجه هم بشیم یا کار بکنیم. نه بخی چون ناموندن. الان اگر این کار میکردن برادر عزیز، تو احتیاج به درخشان تیوی نبودی. اگر این کارها را میکردن شما احتیاج به درخشان تیوی نبوده. 100%. من قطعی خودت راضیم. من هدفم چیه؟ میخوام که مردمی اروپا بودگیه کسی بعدی من میام من صاحبیش بکنم در اروپا، به صاحب نمونه. هدف من انا اینه. من میتونم سخن برسانم، من میتونم سخن به همون لیدرها برسانم. بفرمو برادر، فقط همین تحقیر نکه، تمام بگو لباچی اجازت هست. نه من اهل تحقیر نیستم. تحقیر آدمی ضعیف میکند، تحقیر آن نفری میکند که اهل ضعیف است نمیتواند از مشکلات برکنار شود، شروع میکند به تحقیر این چیزا. من دوست ندارم تحقیر را. این بعد سخنرانی مرا ببرو، بعد همه شبکه‌های خودت بذار. من برای اون برادران عزیز میگم در هر کجای باشین جایتان گرم باشد، زندگیتان آباد باشد، خوشی های دنیا را داشته باشین. اون دنیا وابسته از پروردگار است. هر چندی که من آرزو کنم براتان، اون دیگر انتخاب در دست الله است. خوشبختیتان میتد تا اون دنیا یا نمیتد، اینش دیگر در دست الله ذوالجلال است. من براتان گفتنی هستم
جنابان محترم، نفرانی که خودتان لیدر میشمارین و در منبر لیدری هستین، نه همیشه باران میبارد، یک روز خشکی هم میاد. این جوانها چگونه که الان دارن از گریبان جناب رحمان میگیرن حرفشو نمیگن، دانسته باشین که روز میشود برای شما حتما این حرفا میاد میرسد. پس در اون حالت شما دنبالی اثبات کردن بیگناهیتون میشین. انا اون به درد نمیخورد. الان جوانهایی که هستن با چهره‌های آشکار دارن صحبت میکنن، میبراین حرف دلشان میگن، زیاد جوانهای گوناگون داریم در مشکلات هست. ما قدر اینها را ندانستیم، آیا قدر پشت پرده ها را میدانیم؟ اون پشت پرده حرفشو گفت، شاید در دهنش پلاتنسر بس گذشت رفت، اما نفری که در چهره آشکار میبراید حرف دلش میگد، دانسته باشین ارزش سخن اون دیگر است. ارزش سخن اون دیگر است. من این چیزی که است که من مثلا دیدم و میبینم تا به هنوز چی دارد رخ داده شده است، دیگر نمیشه تو اون شبکه‌های مختلفی که مربوط به گروه های مختلف دارد برای صحبت کنی، اونا نمیفهمن، اینجا را قیچی میکنن و میرون، نمیذارن، هزار یک چی میوارد میکنن. میگد که تاجیک ها یک زنبور مسئله دارن، یک شعر یک زنبور مسئله کوتاه دارن، میگد که دوست آنی است که مثل آینه روبرو گوید، دوست آنی است که مثل آینه روبرو گوید، هزار یک گناه را روبرو گوید، نه اینکه مثل شانه رفته به پشت سر به هزار یک مو به هزار یک زبان گوید. مثل آینه من براتون میگم که ما مشکل داریم مخالفان، ما باید دعوای اصلاح طلبی میکنیم، باید خودمون اصلاح شیم. من همچون دوستتان مثل آینه براتون میگم که امروز ما نقصانی داریم، ضعیفی داریم، اینا را باید اصلاح کنیم، اینا را باید اصلاح کنیم. اگر ما اینا را اصلاح نکنیم، فردا اگر حاکمیت به سر حاکمیت هم بیان، تاجیکستان، من امید ندارم که تاجیکستان به یک روی خوب برود. وقتی خارج از کشور ما با جوانهای خودمون رابطه برقرار نمیکنیم، صحبت نمیکنیم، از احوال اون شخصیت نمیپرسیم، پس چی رسد که فردا به سر قدرت بیم چیکار میکنیم؟ وقتی با این امکانیت های آزادی که برای ما دادن. گفتی یک سخن همون معروف که مردم تاجیکستان است. جناب رحمانوف، من برای خود شخصا مراجعت میکنم. من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان با اسم کامران و با تخلص صبوری راد گفتنی هستم. رحمانوف، من پیشتر جنابت میگفتم، الان جنابت نمیگم، رحمان میگم. برات گفتنی هستم، حتما خواهی از سر قدرت تاجیکستان به یک جای میره، مهم نیست به کجا میره، مهم آنی است که مردم حق خودشون میگیرن، مهم آنی است که در تاریخ چگونه یادداشت میشه. این مهمه برام و با کل جامعه تاجیکستان حتما معین میشد بعد رفتن تو چگونه تو را مردم خواهد یادداشت کرد. کاری نکن که در زندگیت یک نفر سیاه با اسم ببرد. باقی خدا نگهدارتان، عمر دراز، تنیسیت، اقبال آبرو، بهبودی زندگی را تمنا دارم. هر نفری که در تلاش هر یگان چیزی که باشد بگذار الله با اون آسانتر بگرداند. اما من متاسفانه امروز یک درد کوچولویی را که به اون جوانها رساندم، امیدوارم که درد حرف مرا میفهمند. اما اگر بی‌طرفی بکنن، خودشون نشان ندین، این چیزا را نگاه نکنن، پس من همه دو دستم میشورم، بعد در اون حالت میگم که من با کیا بودم و چی کار کردیم و چیا را من دیدم. صبرم لبریزم دارد. چگونه که ما رحمان کریتیکوات میکنیم، حرفای گوناگون چی میزنیم، پس ما مخالفان کی هستیم که ما را هیچ کس کریتیکوات نکند؟ ما مگر از آسمان افتادیم که ما را کریتیکوات نکنند؟ اصلاح بودن ما را
اشتباه نداریم، مگر ما سر تا پا اشتباه داریم، باید بگن که اصلاح شیم. بله انشالله که گفت خدا صاحب نگه شوی. خدا نگهدارتون، اقبال رو آبروتون بته. همین سخنها را بذار به مراجعت به مخالفان باشد، هر جایی که باشن سربلند باشند، اما دانسته باشین این دنیا ابدی نیست. صبوری زیاد هم ایستاده نمیتواند و دیگران لیدراش هم زیاد ایستاده نمیتوانید. حتما از اینجا در نزد ملت یا در نزد پروردگار جوابگو هستیم. حتما جوابگو هستیم. در نزد ملت هم جوابگو هستیم. در هر سخنهامون جوابگو هستیم. برادر عزیز، برای شما موفقیتی، سربلندی، آرزوی تمام خوشبختی را تمنا دارم. تشکر زیاد که اشتراک کرده برادر عزیز. انشالله که با تماس باشد، گم نیست. خدا نگهبان. خب اینجا برادران گرامی قدر چی گفتنیم، واقعا هم اشان صبوری خوب درست قاید کرد که ما متحد نیستیم. مخالفین در اروپا به صاحبان. من تصدیق میکنم. کسی اومد به خودش یک گروه کرد و ایش اومد به خودش یک گروه کرد. هدف یکی نه که برنامه های هر کس هر خیل. من زید نیستم که این چیز باشه نه که مردمی که اومدن اروپا واقعا مشکلی زیاد دارن. یک نفر نیست که یوریدیکی اونو را کمک بکنه. بگه که برادر عزیز کدام شهر اروپا اومدی باید همونجا بمونی تا قبول شدن تا. غیر این صورت کدام دولت میره برای تو مشکلی پیدا میشه. این چیزا رو ما را یگان کس من هم لیش را نگفتیم. منم گیله دارم اما آدمایی که پیش ایمن اروپا اومدگیان. به همین خاطر من ای سپاس دعوت میکنم که مردمی که کسانی که اروپا میه ای سپاس به امید یگان نفر نشه. اول آخرش خدا من کمک تون میکنم، کمک حقوقی هم میکنم تون. میگم که چی کارها را باید بکنی چی کارها را باید نکنی که دپورت نشه اروپا. کدمت به اروپا اومدنی شده این رقمای تلفن مرحمت انشاءالله که کمک میکنیم. چیزی که دستمون بیاید میکنیم برادران عزیز. خب میریم استودیو آدم قبول میکنیم. خب مصفید سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. شما نظمی. تشکر زیاد. من به همه شما سلام گرمم میرسونم. بعد همین بعضی آدمایی که میبرویند سخنای بسیار خوشرو گپ میزنند. گپ در طرز سخنرانی نیست. درست حاضر همین صبوری همه گپش ساز، لیکن همون پروکاسیایی که میکنه مردم رو شاد دعوت میکند، این نادرست. الماس برادر انا همین حاضر شما رو شاد برام سادید برای حمقکی. شما در حقیقت در یک آن شخصی که در درون تاجیکستان مبارز است و لغت میزنید که وای رو شاد نبرام. نه گپ در سری وای نه. اگر همه مبارزی در تاجیکستان بوده رو شاد برای رحمانوف دو پولی پوچ یک تا پوله. فهمیدید می؟ زندان لازم نیست. اینا از خاطر نبرارید. او صبوری درست. اگر سن سالی من نظر بزنید من دونیم برابر از وای بسیار عمر دیدگی هست. برای جاهل هیچ وقت یک خون به یک تیر عرض نمی کند. اینا از خاطر نبرارید. من آفتاب سری کوه من میروم، لیکن این فرزندهایی که حاضر 20 ساله شدن اینها چقدر عمر میبینند. با یک نشانی بدبخت از دنیا نروند. از درون همین بچه هایی که جوان هستند مرد شجاعی میبراید که
وای پینهان در تگی همون علوگردان لخشه است و گریان می شود، خواه ناخواه گریان می شود آینده. حاضر پینهان در زیر درخت است. فهمیده؟ برای انا همین آن خطاگیایی که حسین نشورف میکند با یک پروکاتوری دیگر شما با 2-3 مراتب برآمده گفت که همه روشات براید، همه روشات براید در اروپا گردن نباشد. توجیکستان پرتوه در توجیکستان آن شخصی که روشات انا همین رنگ شما میبراید давно یک پول بود، یک تیر، یک نشان. فهمیدید؟ اینا درسته. خاطر نبرارید. ما هم تقا همه چیزا دعوا داریم از مردم که شما چهره خطی نبروی، شما باید یک کار بکنید. وقتی که انا همین صبوری برآمد من در آمدم، چون که این صبوری چند مراتب همین گپ است، همین سخن تکرار کرد. اشورف دژه نمیمانند که سخن گپ زنید، خاموش میکنند میکروفون تونه همون توتیشون را راست میکنند. این درست همه عقل ادراک دارد، ادراک وایها ممکن از من بیشتر است، لیکن خیلی که صبوری خودش میگوید هر انسان خطاگی دارد. خطاگی میکردگی من و شما در آن که همین مردم تاجیک، من شما به یک قصه رسکاز میکنم. دوره کمونیسم ما بات میکنیم، در دوره همون کمونیستی بود، یک دیوانه بود یک ژورنال میگرفت، همین رفته تمام رئیسا تمام کارکنای اسپالکوم گنده میکرد مینوشت، لیکن قطعی همون دیوانه یگان کس کاردار نمیشد. فهمیدید می که وای به مقابل همین چیز برآمد، به مقابل همین راهبر گپ سخن رو باید ترتیب همین خیلی باشد که همین پرزیدنت، اگر من هم پرزیدنت باشم من پدر نلت نگوید، لعنتی گوید، شخصا خودم گوید، لیکن پدرم را نرسد یا مادرم یا زنم یا دیگر اولادی من نرسد، خودم ده و گپ زند روی خودم ده باید که همین کاری کردگی تو نادرست من باید بگردن گیرم. حاضر در درنی مردم شیطنت بسیار شدگی پسلتنی بوک و از همین الفابیتی روسی گیریم یا همین من میدونم رنگی انا همین صبوری و رنگی بعضی همین بچه هایی که مجبور میکنند که کودکای برایند روشات یک گپ زنند. از این گپ فایده نیست. کاری کنید که مردم باینید. او بچه که پیشتر برآمد گفت ریشه باید همین بوزها را نیست کند. شما گپ درست زدید، ما نباید که خانه سوزیم، نباید که مردم، لیکن لعنتی همون بوزها را در جماعت در درون مابین مردم، پدر مادر در درون عائله حق و همسایه باید سر کنند که تو بوزی وای به نشان تیند که باید تربیه کنند در درون مردم، تربیه کنند که این بوزی را نکنند. با یک قصه دیگر درباره بوزی میگویم. در یک وقت سال زمان بود که در محل ها اگر یک زنشو اگر به تلاش آید اول میرفت راهبری همون چی موسفیدا گپ میزدند که ای لعنتی ها این کار نکنید، از محله بیرون نبرارید، به سلسویت نروید، با عرض و داد به مدیسن نکنید. اول ما به بید گفته ترتیب در دون محل رعایه میکردند. حاضر انا همین چیزها نیست. اگر از نردی موسفید رنگ من 70 ساله گذرد بچه ها دشنام میکند میگذرد. در چت هم حاضر صبوری هم گفت، صبوری نگفت پیش از وی برآمدگی گفت بسیار رحمت. اول آداب هر یک انسان باید خودش تازه کند. پیش از نماز خواندن باید طهارت درست کنید که همه جاتون شما شسته بعد سری جای نماز روید، بعد نماز شما روا میشد. من میدانم گفته او زن و بچه و گچ و کودک دیگر کس شما بی طهارتید، شما دشنامچیید، شما ناانسانید، شما حرمتی پدر و مادر خود نمیکنید و زنی خود نمیکنید، چون که شما حرمتی دیگر شخص زن و پدر و مادر. چی میدونید که مادری وای بیهشتی یا زنی وای بیهشتی بودنی وای از اونجا میدونید.
برای چی دشنام میکنید؟ برای انا همین کودک و بچه فرزندای تربیت کنید که حد اقل دشنام از زبانشون دور شود. سیوم، هر یک بنده تاجیک همه قسم خورند. والله بالله تعالی اگر قسمی چی دین مسلمانی گویم همین هم برای من نیست. آن شخصی که قسم میخورد وای به گفته خودش باوری ندارد، برای انا همین قسم میخورد. به گفته من شخص باور نداشته باشد، من برای شخص برای چی قسم خورم؟ برای چی گپی من به باور نداشته باشد برای من دکزت کنم که نه من گپی من درست؟ اوای کوتاه فهم باشد به کوتاه فهم 100 مراتب گپ زدید که شما فهمانه نمید. هدف در درون تاجیکستان آزادی، نیست کردن رژیم، آبادی دیار و با کم باشدم تقسیمات همون ریسورس های تاجیکستان در مابین مردم. اینا فهمیده گیرید، در مابین مردمی که هم آبرو دارد، هم دین دارد، هم علم دارد، هم مردمی که کوچکند، غریبند، بی پدر و مادرند، صغیرند، مابین همه باید برابر تقسیم شود. هدف از آن است که از بند زندان ها تمامی مردم آزاد کردن، غیر از آن که با جنایت کلی به جمعیت ضرر آورده دارد. یعنی اینکه آدم کشی، دزدی یا یگان کاری بد دارد. فهمیدید؟ بله برای درست. سخن برده محبوس کردن در کار نه. تاجیکستان آبادیش در همین درست همین بوزهای در درونتان اول تربیت کنید، از زبانش گیرید، لعنت به خودش گوید، در مابینتون ترتیب گوید. همون بچه همسایه باشد گفتی ای پسر اینجا بیا، تو برای چی رفته دیگر کس همین کاری کرده گید به شأن مردک میزیبد یا نمیزیبد؟ انا همین حاضر در عین زمان فرزندی من سخنی من نمیگیرد، هم خیلی مردم به آبرو شدیم. فهمیدید؟ بله درسته تمام. و تمام مبارز من میگویم خدا پیش از همه خودتون رو احتیاج کنید، به پروکاسی روشاد برو نبرید. اگر روشاد برایید مجبورید شما اخراج شوید از تاجیکستان. این فهمیده گیرید. برای انا همین این چیزا بسیار مبارز باشید، در مابین خودتون هم مبارز باشید، در اول در حدودی وجودی تنتون مبارز باشید که تنتون خیال فکرتون نگذارید که غلام مردم باشد. انا همین بله سخنهای دوام کنید. تشکر زیاد. مردم خدا که نگهدار. می شود انقلاب می شود انشاءالله. انشاءالله. خب آزادی سلام علیکم، بفرما. آزادی سلام علیکم. من فکرم که نیست. خب برادران گرامی قدر، یا چند دقیقه دیگه در برنامه میمونیم. کسانی که میخواهی صحبت بکنی مرحمت کنی. برادران عزیز بیای فکر نظرها سلام علیکم ابوالدین. و علیکم السلام. برادر الماس دنبال بفرما. درباره همین لایک کامنت کم تا صحبت کنم. مردم توجیه قطعی، مردم توجیه وقتی که شما در گوگل اکانت های تلفناتون نام و فامیل اختون می نویسه، یوتیوب کانال با نام و فامیل اختون که شده می شود، وقتی که جمعه در لایک کامنت می نویسه در همون کامنت نام و فامیل خودت معلومات شخصی خودت می بروید. اینجا چت بخونین کامنت نویسوره. همین مردم گفتنی هستم که همین فورتون دردی سر نخرین، فورتون به زندان نشین یا پلتوا نکنن. التماس در همین گوگل اکانت های تلفناتون نام و فامیل اختون ننویسین تا که همین شما را پیدا نکنن. مردم
نمو فهمیدیت معلومه امامای رحمان امید رو با دیکتاتور میگوی هر چی میگوی خودت با دست پای خودت قاو ریخته میکنی. ایسته باید هر یک کدوم شما بدونه مردم تاجیک در اکانت ها باید نمو فهمیدن خود شخصی خودتون نوشتگی نباشه. معلومات شخصی خودتون باید نوشتگی نباشه. وقتی که امامای رحمان قد سر کار داری امامای رحمان دیکتاتور میگوی تحقیر میگوی یا حکومت امامای رحمان نوریزوی فیگر تا میگوی خود که پیداد نکنن بخواد که زندان نشه سوم تا نکنن مثل گوجوشو استفاده نبرن در اکانت نمو فهمیده اختا ننویس او وقت هیچگاه هیچ که پیداد کرده نمیتونه. وقتی که معلومات شخصی خودت معلوم نباشه در اکانتت لوبای چی بنویس فقط نمو فهمیده اختا ننویس. هیچ وقت هیچ کس پیدا کرده نمیتونه. فقط معلومات شخصی خودت نمی نویسین تمام. چیزی را لایک میمونی لایک میمونی. هیچ وقت هیچ کس پیدا کرده نمیتونه. اما همیشه هر یک کلمه شما باید مردم توجیه بدونید. کسایی را که پیدا مینن لایک میگن کامنت میگن لایک میدست مخالف بخالف او حکومتی چون هم گوگو رکلام مینن برای ترسوندن مردم اینکه بعضی ها را نسم دل میقپن ایروی گوسفند بدن نخشون ایروی به عقل بدن نخشون که معلومات شخصی خشون قطعی اکاونت میکشوین کانال میکشوین در یوتیوب میدروین یا مادر رحمان دیکتاتور هر چی میگن نو فهمیدشون معلومه. ایشتا باید هر کدوم شما مردم تاجیک بدونه لایک میمونی کامنت مینویسی مخالفا را تلفن در دستی هر کس نتی کلر کار فرمی تلفن در دستی هر کس نتی در کد مونش با نلخ که لایک میمونم کامنت مینویسم مخالفا را تو دست و کلر کار فرمم وقت ای با نفتی تشکر انشاءالله که در مردم بازی فهمید. مال رحمان این مثل گوجو شو استفاده میبرن سمت میکنن آخر زندان میمونن. بله برادر لوبای کس لایک مون فالو منی بکن فقط نمو فهمید اختون ننویسی در اکاونت. تمام فهمید مردم. تشکر گفتم در مردم در استودیو چند نفر دیگه است مردم تاجیک بدونن. در استودیو چند نفر دیگه است اینا قبول کنیم. خدا نگهبانت. خب و اسدالله علی سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. صوت تیزی بالا. تشکر. اشما پرسین. انا صوت شگر یک مسئله را همدن در گونده طرف درو در خیلی خشروتر روشانی اندازین 500 پیلوسه تا 18 ساله را 500 می. بله. امور تاجیکستان هم میدونی تو چند 18 ساله چند میلیونه. اگر 10 میلیون باشه من وعده دادم من میتیم. خب اگر 10 میلیون نوبولی باشه مسئله اویلک مرحله به اویلک چند قد زیاد میکنی؟ رنگ رحمانوف چقدر گفت 40% بلندش میکنیم هم خیلی نه ما قطعی خودت گپ زیستم یکون کسا دلیل نروی جای یکون سخن یکون کسا من خودت گفته استم که اویلک چند قدر بلند میکنی؟ حاجی اویلک چند سومه؟ اویلک معلمی ابتدایی چند سومه؟ او بسته ساعت های معلومه هسته که تو 2000 میگیرم 2,500 میگیرم 2000 سومونی؟ خب خود چند قشه کنی؟ سوال من خود بچه من معلم بدم در تاجیکستان 460 سومونی اویلک گرفتگی من تو گیجا اومده 2000 گفته استی ای خدا تو سواد نداری این سواد نداره کمسول 2010-11 خیلی مردی ما سخن بود مسئله اویلک چند که بلند میکنی آخه یکم بیا من انتخاب که من برم پرزیدنت شوم با من بگومد که تاچنم 500 $500 بالا میشه اویلک تاچنم $500 بالا خیلی میشه که 400 سومونی 4000 بسکه مردی 4000 پنسیا چی پنسیا وابسته کاری کردگیش پنسیا میگیره ما در دولت اول قدرت زندگی داریم
نگاه دارم که من چه مردم در اینجا کار میکنن چانسومی نالوگ میتینن در آخر چانسومی پنسیا میگیرن صورتی که نالوگ مردم هم میگیری باید پنسیاش بتی که هوای ارزنده باشه برای همه آدم مثال برسونه همو اویل مثال همین اویل که پدرت نپریمیر همو بگیم که پنسیاش باید با پلی سویت او خوردنش برسه با زیاحتیش بکنه این خیلی نه که فقط پلی سویتش بتیه و پلش نرسه که 1 کیلو کارچکه خراب خونش بیوه نه تنها پدری تو پدری منم پدری دیگرها هم امروز من نمیدونم وزی مادری من چند سامان میگیره 30 سال 3 میلیون مالی ولی گوش که مادری من 30 سال کارخونه مسئله 500 داره ولی گوش که 3 میلیون کودک مگزین ده کار کردگی های بسیاری که با تمام کنم تنها من وقت میتیم نیم ساعت گابزم من گفته استم که مادری من 25 سال در کالخوز کار کردگی های 10 سال 12 سال دیگه در مگزین پتن داشت 280 سومانی معاش میگیره کیف میکنی تو همین چیز انا که تو بفرمو من گوشت کنم خب این خیلی آدمایی که 20 سال در کالخوز کار کردن 10 سال در یگان مگزین پردویس بدن او آدما نه کمتر باید 10,000 سومانی بگیرن که زندگی پاتن شانس من پاتن کی بفرمو مارگلا 3 میلیون خاک بیک صبور برافت اینترنت قطعش بود آقا شما متاسفانه یک حکومت تاجیکستان خواهش من همین است که همه طرفداراتون میبروره در همین شبکه‌های ما صحبت میکنن همینا لااقل اینترنت درست شما بتیه که شما خودتون شرمنده نشین ای بچه در تاجیکستان اینترنت نیست که مردم بدروه صحبت بکنه این اومد چسبید برمد برافت با خدا که من اگر یگان کارش نکردم خودش چسبید برامد شما یا اینترنت درست کرده نتونستی یا سویت داده نتونستی با همین خاطر من چی گفتنیم یا چیز درست بکنی بعد ببروی صحبت بکنی با این اومدی اشانی اسدالله خب بفرمو با چسبیدی کاری خدا خب مسئله 500 سومی 3 میلیون 500 سومی چند سومه شایموش 3 میلیون نیست خیلی آدم در تاجیکستان 3 میلیون تا 18 ساله نیست 500 تومان 3 میلیون در تاجیکستان تا 18 ساله را نیست 3 میلیون آوازت هست میگم در تاجیکستان 3 میلیون تا سن 18 ساله را نیست اگر 3 میلیون تا سن 18 ساله را باشه 3 میلیون در تاجیکستان 20 میلیون نفره میفهمی باشه چی بازی 10 میلیون باشه 3 میلیونش تا سن 18 را باشه 3 میلیون دیگه در مهاجرت باشه چند قضا تاجیکستان نمونه 2 میلیون طلبه مکتب خون داریم 2 میلیون طلبه مکتب خون داریم گوش کن خوش اینه الماس نه پاتو نه تست کوم شاگرد یک لحظه صبر کن اکا یک لحظه صبر کن اکا یک لحظه صبر کن یک لحظه صدا هم برادر بند یک لحظه صدا هم برادر بند یک لحظه 3 میلیون 500 یک لحظه صدا همین برادر بند یک لحظه صدای همین برادر بند کس نبرو همین خبر هردی خمود سواد صدای همین برادر بند صدات بستگی صدات نمیاد من در یک جایی هستم یکم تر مشکلات اینترنتی دارم سلام تاجیکستان برام همین که خطا میگم تاجیکستان برام داره اینترنت ضعیفه ما اینا تنقید کردیم که اینترنت ضعیفه تو در اروپا اینترنت ضعیفه ما
مشکلات یک کم تر تکنیکی های برای همین مشکلات تکنیکی های. تمام بفرما. نگاه که برادری عزیز، نگاه که همین رحمان اگر برود از سر قدرت آیا یگان چیز رخ میده در تاجیکستان؟ همین سوال در جواب بده. تمام. همین رحمان رفت از سر قدرت یگان چیز رخ میده؟ موبایل گپ ندارو خودت، موبایل صحبت ندارو، موبایل صحبت رو مدن یک بد اخلاقی اگر که این سوال جواب نداد دسته خطا دروارده همچون یاردمش بتی دروغایی را اثبات کنی خودت. نه یک لحظه صبر کن. سوال جواب میدیم. من سوال ترا گفتم، من تو مرا گفته که من یک لحظه صبر، یک لحظه بیا یک لحظه صبر کن. 3 میلیون با 500 ضرب زبا برور من میخوای تا گاب نست اینا هوزی گاب ز نداری سواد یک باش دیگه مشکی 3 میلیون اگر 500 سومی بود 3 میلیون نست کو قسم بخوی 15 میلیارد تومان میشه قسم بخوی که 3 میلیون است میلیارد تومان میشه وقتی که گاب زدن نتونستی ولی سروسی من نشه گفتی اون برادر اشون زدن نتونستی به من گاب زدن مکو ولی بس تو بیا قسم بخوی که در تاجیکستان 3 میلیون تا سینی 18 ساله من در همین سوالی که تو گفتی که 3 میلیون 500 تومانی چند قمه شود به کلکولیتر بگم تو قسم بخوی که در تاجیکستان هم قاست ای مسلمون 3 میلیون تا سینی 18 ساله مکتب گوش کن والله قسم اکو عمر 2 میلیون طلبه مکتب داریم 2 میلیون زیاد دگی جای دگی جای همون عمر من بگو من حاضر اینم گوگل میزنمش این همجا مردم نشون میدم میگم من دروغ گفته هستم اسدالله راست میگه تو هم عمر آدرس یا بگو حاضر دولت همه جا الکترونیک شده من همین گوگل دم میزنم به مردم نشون میدم بیا گیجورا به کوم که در تاجیکستان 2.5 میلیون 2 میلیون یا که 3 میلیون تا سینی 18 ساله یگان سوال نمیکنید همین گوگل میزنیم ابروی الماس یا پتوناتی آخه نمیدونی تو به سواد یوخی آقا تو سواد داری و رحمانوف سواد داره تمام دیگه مردمی که مخالفی رحمانوفن اونا سواد ندارن احوال توریستان من ترا گفته هستم که آدمایی که پس زیدی رحمانوف گپ میزنن گوش کالی هم که سراسیمه میشه که میگو که کسی زیدی رحمانوف گپ میزنه او آدم سواد نداره برای شما رحمانوف 30 سال شد کلمه وای میگه هوایت تو من تفسیر که بوده که کلمه وای چی معنی داره بعد ایمن سواد طلب که فهمیدی تو من کلمه وای تصویر که چی معنی داره وای بعد ایمن تو چیز طلب که تو با سواد یا به سواد من انیق ایتی به سوادم من نمیخوام به ایجا خدسانوی کنم پرزیدنت شوی تیا به سواد پرزیدنت شوی بله نمیدونی چند میلیون طلبه مکتب داریم راست شد من در اروپا من در اروپا تاجیکستان عمری رسمی نداره که من ترا حاجی همینجا بگم که اگر تو میگو که 4000 سومون 4002 سومون معنی بوجه تاجیکستان چنده بوجه تاجیکستان چند سومه تو میدونی بوجه تاجیکستان چند خواهد تو میدونی میگم بوجه تاجیکستان چند خواهد من در اروپا میدونم من ترا گفته هستم که تو در داخلی نداری که تصور تاجیکستان نشان میدیه که بچه تو میدونی من گپ میزنم یا که تو گپ زن یا که من گپ زنم 43 میلیارد تومانی 43 میلیارد تومانی سالانه بودجه تاجیکستان 43 میلیارد تومانی 43 میلیارد تومانی سالانه همین بودجه تاجیکستان همین قدر انا 500 سومی دای تای سال 27 کیلو 30 کیلو مبرورا نه بچه تاجیکستان تا جای من میدونم تا 27 تا 32 کیلو تیلا در یک سال
استحصال میکنه به خودش. چند قشه خیتای میگیره، چند قشه ایران میگیره، دیگه جا میگیره و اش نمیدونم من. نه که من میدونم که 27 تا 30 کیلو طلا را سالانه میگیره. گیجو میشم که بودجه دولت نمیروان اونو. یا که کیسه رحمانوف میروان. این قسمتی که در افغانستان در پاکستان میفروشن او پلا گیجو میروان. که بودجه تاجیکستان از سال 92 تا امروزه چند قه گفتی آزی؟ بودجه تاجیکستان چند قه گفتی؟ 43 میلیارد تومانی. 43 میلیارد تومانی. در 32 سال رحمانوف همین قدر کرد بودجه دولت. 10 میلیاردش مینم. میلیون میلیارد. 10 میلیارد سومونیش مینم. اوخی ای برادر به مطلب میدزد. یا مایده بستم. ولی نگاه کرد رحمانوف. بستم. من نمیستم تره من نمیدونم. تو یک کینوکنی میای گوش که برام پایون دام بگی تو میای اینجا همین تو سواد نداری، تو بسوادی رحمان و بسوادای تو بسوادی تمام دیگه. آدمایی که میبرن یگان چی میگن فکر نظرشون اونا بسوادن. تو میگویی که در تاجیکستان چند میلیون آدم هسته که باید اونا 500 تومانی بگیرن. من که تاجیکستان اومدم واقعا مردم حساب کردم کارتشون میتیم همین تیچنی 3-6 موقع همه مردم کارتا میکنم روی خط میگیرم کی تا سین 18 ساله همش کارتا میتیم که دست شاتشون سوم بگذره. یک انا اوچن من میدونم که چند قا آدم در تاجیکستان آماری رسمیش تا حال نگفته 2024 25 نمیبره در اینترنت ها که در اخبارا بره بگه که در تاجیکستان همین قا اهالی های. تو میگوی که 3 میلیون یا که 2 میلیون تا سینی 18 ساله. ای بچه 3 میلیون اگر تا سینی 18 ساله را باشه 3 میلیونش در روسیه باشه و یاش همون پیر کم پیرن و یاش تا همون بگیم که گودکای صفی 4 همون تا سینی 5 سالگیشونه دیگه کیه؟ یک 3 میلیون مهاجر در روسیه یا 10,000 تاجیک زیادتر در آلمان های 10,000 مخالف فقط 10,000 مخالف در اروپا در آلمان های دیگه جوش نمیدونم. من در فرانسه چند خواهی، در پولشه چند خواهی، در نیدرلند چند خواهی، در انگلیا چند خواهی، اینا من نمیدونم. فقط همین آلمان ها گفته استم. اگر ما 20 میلیونیم значит اگر حسابش کنی خب میای اینجا تمام میکنی یا اینترنتی درست که وقتی که من گپ میزنم خاموش به گپا تمام کردم تا صحبت که من دهن مهوی نمیکنم. اینجا مصطفی درمد گپ زد من اینجا یک پیاله چای هم گرفتم خوردم شیشتم گوشش کردم گپش تا آخر شد. می برای توی نقل میکنی سرکت ناشوشته خب چی گفتنیم؟ اسدالله علی همینجا اسدالله علی با چسبید با فکرم در همون پایون چسبید علی نادر آورده. من چی گفتنیم؟ خیریت که بیک صبور رفت اگه دیگر ما بیک صبور چقه نمیشیم. ولی وزیر اینا هم میبینیم که وعده‌های داد که اینترنت خوبتر میشه بهتر میشه. ندیده شده ما خوبتر بهتر شدنی اینترنت در تاجیکستان. اینا باور نمیکنه که شما مردم نمیبینیم که در استودیو برمد برفت با چسبید. اسدالله گفتم قبولش منیم صحبت منیم که چسبید برفت. خب چی گفتنیم؟ برادران عزیز کسانی که در تاجیکستان هسته میبروی صحبت کردنی همون کلوناتون خواجهاتون بگه که یا اینترنت درستان بتیا که با ما صحبت بکنی. میبروی میچسبه در سوال تو نمیفهمم سوال تو میتیم در سوال جواب نمیتیه ولی میگیره اسدالله علی همین ویدیویی که خطیمه برامد صحبت کرد بعد نمیدونم یگان کارت اینکم اینا میبره میگه الماس به سواده. من گفته هستم که رحمانوف تصویر بکنه که همین کلمه ویش چی معنی داره نمیتونه. یگان طرفداری رحمانوف من 2 سالشی در همین 2 سال 3 سالشی در میدان مبارزه هم همین سوال میتیم ولی تا حال من جواب گرفتگی نیستم. کو بیایت جواب بده که همین وای چی معنی داره.
وای کرده وای مینیم وای شده سوده اگر وای نباشه چه میشوه. به همین خاطر گفتنی ها زیاده برادران عزیز. من راستش امروز خواستم که 2 ساعت برنامه کنم. 2 ساعت هم شد. انشاءالله که در برنامه آینده با صحبت میکنیم. من همین گفتنی هم که برادران عزیز ما را 900 نفر تماشا داره. بمونه لایکاتونه. کسانی که آبونه شدگی نیسته آبونه شوه برادران عزیز. برنامه ها جالب میروه. ما هدفمون رحمان فای میخوایم سرجمعی مردم میخوایم که رحمان فای سرنگون بکنیم. برای نمی خاطر این برنامه را ما تشکیل کردگیم. غیر این صورت برادران عزیز من الحمدلله شرایطم خوبه، زندگیم خوبه. یگان نفر نگفتم که من یگان سنبتی برای مبارزم برای نمیدونم یگان کار من نمیگم این چیزا. در من سوم در کار نیست. تنها لایک بمونه برادران عزیز که زیاد شوه همه بیننده ها که مردم بفهمه که یک نفر بر آمده است که میخواه که انقلاب بشوه در تاجیکستان. ما با گفتن دیگه نمیشوه و تا ما نریم قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان لبای جایی که نباشه غوتک نزنیم ندرویم تیفو که رحمانوف نبرویم ما دیگه آزاد نیستیم. ما را میبره زندان میکنه قتل میکنه لبای کار میکنه. به همین خاطر خداحافظی میکنم تا برنامه های آینده. سلام علیکم.